نام خداوند بخشاینده مهربان، مردم شریف ایران سلام، وقت شما به خیر و خوشی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون خوش باشه و تندرست و پیروز باشید. خوش آمدید به برنامه خودتون زیر پوست مجلسی که امشب تقدیم حضورتون میشه با موضوعی که روزهای قبل هم در موردش صحبت کردیم و اون مسئله جنگ هست و چیزی که ما الان در حال حاضر درگیرش هستیم در کشور و مبتلا به اون هستیم و در قلب کشورمون یعنی جنوب ایران درگیر جنگی هستیم که در واقع به اذعان بسیاری از کارشناسان مربوط به این حوزه خب جنگ تمام عیاری هست که شروع شده بعد از فضای آتش‌بس، بعد از فضای مذاکره و الان نکته و دوگانگی که وجود داره مسئله جنگ یا مذاکره هست و اساساً سوال مردم در سطح جامعه این هست که ما الان در فضای آتش‌بس قرار داریم، در جنگ هستیم و یا اینکه قرار هست مذاکرات از سر گرفته بشه و همه اینها با هم توأم پیش برن و در چه وضعیتی آینده کشور قرار خواهد داشت. ما قرار هست که امشب با حضور دو نماینده محترم مجلس شورای اسلامی این مسئله رو بررسی بکنیم. این دو نماینده از دو دیدگاه متفاوت هستند که در واقع موافق و مخالف روند فعلی مذاکره هستند و ما قسمت قبل هم در خدمت یکی از این بزرگواران بودیم. در خدمت جناب آقای دکتر امیرحسین ثابتی هستیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و همچنین جناب آقای دکتر محمد مهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم، من خدمت شما. متشکرم، ممنونم. اگر می‌خواید سلام علیک با بینندگان داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان محترم شبکه تلویزیون همشهری. البته من نماینده بوجنور، جاجم، گرمه، مانس، ملقان و رازجرگرم هستم. خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر شهریاری و همه عزیزانی که این برنامه رو می‌بینن یا بعداً صوتش رو گوش می‌کنن. در خدمت شما هستم. متشکرم، ممنونم از شما. آقای شهریاری، من با شما شروع می‌کنم بحث رو و چیزی که به عنوان مقدمه اشاره کردیم دوگانه جنگ یا مذاکره هست. اساساً سوالی که مطرح هست سوال ساده اما مهمیه که ما الان در چه وضعیتی هستیم و اساساً ما میتونیم جنگ رو در کنار مذاکره یا مذاکره رو در سایه جنگ پیش ببریم یا خیر؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم. همونطور که اطلاع دارید خب بعد از حمله ناجوانمردانه و تبعیدی که آمریکایی‌ها در 9 اسفند داشتن و رهبر عزیز ما رو به شهادت رساندن که از همین عرض تسلیت میگم خدمت شما، جنگ شروع شد. ولی خب با توجه به توانایی کشور عزیز ما و پاسخ‌های کوبنده‌ای که به دشمن دادن، هم دشمن صهیونی هم آمریکایی‌ها، باعث شد که لابی‌های شکل بگیره برای بحث مذاکرات و آتش‌بس. از 19 اسفند توسط کشورهای ترکیه، قطر، عمان، پاکستان رایزنی‌هایی برای شروع مذاکرات با ایران و طرف مقابل انجام گرفت که در نهایت جمهوری اسلامی ایران شروطی را گذاشت برای مذاکرات که مورد قبول اونها قرار گرفت. که اگه یادتون باشه بحث اولی که بود، شروطی که گذاشتن این بود که اگر ترامپ درخواستای ما رو ریتوییت کنه، اون بحث‌های 10 ماده‌ای را، ما مذاکرات را شروع می‌کنیم. که ترامپ همین کار هم کرد که این توانایی دیپلماسی جمهوری اسلامی رو نشان میده و حالا البته قدرتی که ما در جنگ به اونها نشان دادیم و پاسخ‌های مناسبی که دادیم. در نهایت بحث مذاکرات اسلام آباد پیش آمد که توافقاتی انجام گرفت که بعد در مذاکرات ژنو پیگیری شد. اون بندهای 4 ماده‌ای که توسط شورای عالی امنیت ملی و موافقت رهبری انجام گرفت، کار جلو رفت. خوشبختانه خب در اون مقطع آتش‌بس 2 هفته‌ای که انجام گرفت اتفاقات خوبی به نظر داشت میافتاد که جنگ از منطقه دور بشه. بالاخره جنگ باعث آسیب و ویرانی و نابودی و اینها میشه. ما همین الان آثار جنگ 8 ساله که 30 سال پیش تمام شده هنوز داریم و خانواده‌های بسیار زیادی داریم که آسیب‌های جدی خوردن، میخورن، فرزندانشان، خانواده‌هاشان. در جنگ‌های اخیر هم جنگ 12 روزه و هم جنگ رمضان ما به هر حال تعداد زیادی شهید دادیم که بسیاری از اینها از خانواده‌های
یا به هر حال متوسط جامعه هستن که همین الان مشکلات زیادی در زندگی روزانه‌شون دارن که خب تو این شرایط هم دولت نمیتونه همه اینا رو پاسخگو باشه. جدای از اون، ما در جنگ رمضان اون آماری که خود به هر حال بازرسی‌هایی که یک گروه توسط رئیس قوه قضاییه تعیین شد که خسارات تعیین کنن، بین 270 تا 300 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شد که میدونین این بودجه 10 سال کشور ما در شرایط فعلی. عددش رو درست فهمیدید دکتر؟ بله 270 تا 300 میلیارد دلار. منبعش رو میفهمید؟ منبعش هم دولت اعلام کرد، هم من خودم یک ملاقاتی داشتم با کانون ارزیابان قوه قضاییه که آقای اسمش یادم نیست، خود آقای اجهی مأموریت داده که تمام خسارات هایی که در جنگ خوردیم برن ارزیابی کنن. این صورت در حالا این بودجه چند ساله کشور گفتیم؟ ما همین الان کشور رو با 30 میلیارد دلار اداره میکنیم. ما بودجه سال گذشتهمون 42 میلیارد دلار بود که 12 میلیارد دلار کسری داشتیم، در واقع با 30 میلیارد اداره کردیم. خب این نشان میده که چه خسارات عظیمی از نظر اقتصادی خوردیم. خب ولی از نظر سیاسی پرستیژ جمهوری اسلامی ایران در دنیا، شرایط ما عوض شد. خیلی از ایرانیایی که در خارج از کشور اون مقطع زندگی میکردن به هر حال تا متوجه میشدن ایرانی برخوردهای بسیار سخیفی باعث میشد، ولی بعد از جنگ سر ایرانی‌ها بالا بود. حتی در آمریکا، حتی مردم آمریکا، حتی مردم اروپا، خیلی از کشورهای دیگه شرایط جمهوری اسلامی عوض شد و این باعث آبرو و پرستیژ خوبی در دنیا و جهان بین‌الملل برای ما شد که از اون مقطع بعد که بحث آتش بس شد دیگه باید ما حواس ما خیلی جمع باشه، خیلی دقیق حرکت بکنیم که خدا نکرده این پیروزی که به دست آوردیم و در نیمه اول به قول خیلی از دوستان 3-0 برنده شدیم، در نیمه دوم بازنده نشیم. حالا اتفاقات دیگه افتاد بعد از این توافقنامه. خب به نظر من فرصت دارید آقای دکتر؟ جان 20 ثانیه فرصت دارید. من خاطرم یعنی فرمایش اشاره بکنم که بذارید بیشتر لازمه سوال کنم، همون قدرش هم من صحبت اشاره بکنم که روبیو با تحریک کشورهای عربی، چون میدونستن کشورهای عربی هم بعد از این توافق گفتن هژمونی ایران در منطقه بعد از این توافق بالا میره و ما نمیتونیم بعداً در کنار ایران راحت زندگی کنیم، آمدن یه جوری خواستن توافق به هم بزنن. این بحث کشتیرانی که از سمت عمان انجام گرفت که خود سندکام هم باعث این موضوع شد، در واقع هندی‌ها هم تو این قضیه مقصر بودن، نمیخواستن پاکستانی‌ها میانجی این موضوع بشن. اماراتی‌ها با قطری‌ها یک زاویه داشتن. عربستان البته خیلی دخالت در این زمینه نکرد، ولی خودتون میدونید دیگه آقای دیونس هم گفت که چندین میلیون دلار پول خرج کردن در آمریکا که ذهن مردم نسبت منم که مذاکره کننده اونور بود تغییر بدن تا این توافق تخریب بشه. متاسفانه تا الان تا حدی موفق شدن، دو طرف باعث شدن که ضربه بزرگی به این توافق بزنن. ممنونم از شما. زمانتون آقای دکتر به اتمام رسید. بخش اول من این رو عرض بکنم قبل از اینکه زمان شما شروع بشه ما 5 دقیقه فرصت هر بزرگواری هست که صحبت بکنن، اما در میانه صحبت ها اگر که نکته پاسخ و ابهامی داشتید که لازم دونستید وارد بحث بشیم موردی نداره، ما از زمان شما کم می‌کنیم. بفرمایید آقای ثابتی. بسم الله الرحمن الرحیم. من چند نکته‌ای که فکر می‌کنم به عنوان مقدمه بحث ضروریه تا روش توافق بکنیم خدمتتون عرض میکنم. ببینید این که ما بگیم جنگ یا مذاکره، مقاومت یا گفتگو، من معتقدم این دوگانه اساساً ذاتاً معیوبه، غلطه. این نمونه مثلا من بخوام رانندگی یاد بگیرم، آقا دکتر شهریاری من میگن خب حالا که میخوای رانندگی یاد بگیری گاز یا ترمز؟ خب آقا جفتش، اگه لازم باشه گاز میدم، تو اتوبان باشم، تو شهر باشم ترمز میگیرم. یعنی اینا با هم دیگه است. من با این گزاره مشکل ندارم که بالاخره شما وقتی میخواید کشور اداره بکنید در کنار جنگ، اگر مذاکره رو هدف نبینید، بوت نشه واسهتون، در هر صورت ما فقط میخوایم مذاکره کنیم. نه، مذاکره ابزاره که اگر جایگزین و مکمل شد اشکال نداریم ازش استفاده کنیم. من مشکلم اینجا اینه که ما در کشور خودمون، اینم اولش بگم من بحث شخصی با جناب دکتر شهریاری ندارم، تعریض ندارم، همکار محترم ما هستن، البته با سلیقه سیاسی کاملا متفاوت با ما، یعنی شاید اشتراکاتمون تو مباحث سیاسی خیلی کم باشه تو بحث‌های مثلا سیاست خارجی، اما اینجا بالاخره ما داریم یک رویکرد رو نقد می‌کنیم. ببینید من مشکلم اینجا دقیقاً با رویکرد جناب آقای دکتر شهریاری، رویکرد آقای عراقچی، رویکرد آقای قالیباف، رویکرد آقای پزشکیان اینه که مذاکره اصالت نداره، به این معنی که ما در هر شرایطی باید بریم مذاکره بکنیم. مذاکره یک ابزاره که ما اگر تونستیم جای ازش خوب استفاده کنیم باید استفاده بکنیم.
رهبر شهید ما هم دقیقاً نگاهشون همین بود، چون من این ایام می‌بینم که بعضن صحبت‌های مطرح میشه، های پزشکیان هم بعضن صحبت‌های ناقصی رو در این مورد مطرح می‌کنن که رهبر معظم انقلاب هم با مذاکره با آمریکا بعضی وقتا موافق بودن. خب بله ما می‌دونیم بعضی وقتا موافق بودن. چرا؟ چون یک تاکتیک بود مذاکره. یعنی رهبر انقلاب مذاکره رو میگفتن که اولا بدونید که عموما نتیجه‌ای نداره، مضرم هست. اگرم جای مجوزش رو میدادن، جدا از اینکه مسئولین بالاخره اصرار داشتن و فکر می‌کردن با معجزه میتونن راه حل ویژه‌ای پیدا بکنن، رهبر انقلاب به مذاکره با آمریکا، نه مذاکره با بقیه کشورها، مذاکره با آمریکا رو یک شر ضرور میدیدن. خیلی جایی میگفتن یه جای بالاخره مثلا بعد این مذاکره بشه یه اتفاقی بیفته، اشکال در حد محدود موقت تو یک موضوع خاص تو یک چارچوبی که خط قرمز داشته باشه موافقه میشه. اما اون مشکل اینه خانم عبدالعالی با جریان مواجهیم که در نه این یکی دو سال، چندین ساله که اوجش دیگه سال 92 تا 1400 بود، مذاکره رو بت میدونه، مقدس میدونه. مذاکره با آمریکا رو من میگم مذاکره با بقیه کشورهای دنیا ندارم. نظر شماست. با شما نقد کنید اصلا اشکال نداره، شما نقد کنید. من اومدم میگم مخاطب برداشت میکنه، شما هر جاشو موافق باشید تو زبان خودتون نقدش کنید، مشکل نداره. و نمونهش صحبت‌های روحانیه که اگر مذاکره بکنیم مشکل آب خوردن اونم حل میشه، مشکل اونم تحریم هم حل میشه، آلودگی هوا هم حل میشه، چه همه رو تا آخر میگن مذاکره. در این دولت هم با ادبیات دیگه آقای پزشکیان حرفو میزنه، آقا مذاکره نکنیم چیکار کنیم؟ خب هیچی، اگر لازمه دشمن با شما میخواد بجنگه، قائل به مذاکره هم نیست، حرف خودش هم نقض میکنه، باید بجنگه دیگه. این که چیز پیچیده‌ای نیستش که. اگر هم جای احساس کردید که اونجا وقتش مذاکره بشه، هوشمندانه تو چارچوب خط قرمز امتیاز گرفته اونجا هم مذاکره بشه، نکته‌ای نداریم. پس این یه مسئله اصلی. حالا من چقدر زمان دارم؟ 1 دقیقه و 45 من جمع‌بندی صحبتم در این قسمت اینه که بر اساس این اتفاقا من سوالم از همکارم آقای شهریاری این هستش که بالاخره اصلا فرض کنید آقای شهریاری، منم مثل شما فکر می‌کنم، منم معتقدم آقا اصلا باید بریم مذاکره کنیم با آمریکا، هم باید مذاکره کنیم، آخرش هم به قول آقای عراقچی مذاکره راه کم هزینه تری. آخه ببین بعضی وقتا یه طوری هم میگن که انگار مثلا ما میگیم نه مذاکره راه پرهزینه تریه، فقط باید بریم بجنگیم. نه ما هم حرفمون نیست، ما میگیم ما هوشمندانه باید این ابزار. یعنی با اصل مذاکره شما موافقید با به عنوان یک شر ضرور برای دفع ضرر دشمن. اما اینکه بشه راهبرد ما بگیم مذاکره نکنیم چه کار کنیم؟ خب آقا هزار تا راه هست به جای مذاکره کردن. اگر جایی هم 10% مذاکره است، مذاکره رو انجام بدید، ولی نتیجهش رو هم به عهده بگیرید. الان من سوالم از آقای پزشکیان و آقای قالیباف اینه، در نامه‌ای که رهبر انقلاب گفتن من علل اصول نظر دیگه داشتم و مخالف بودم، ولی بالاخره با نظر اعضای شورای امنیت ملی به صورت مشروط اون توافق پذیرفتن، ایشون گفتن که این آقایون قول دادن که در واقع نتیجه داشته باشه مذاکره برای کشور. الان سوال من اینه دقیقاً چه نتیجه‌ای برای ما داشته؟ یه نکته دیگه هم خواستم خدمتتون عرض بکنم. من سوالم از آقای شهریاری و عزیزانی که در واقع اون نوع نگاه رو نمایندگی می‌کنن اینه که اصلا فرض کنیم همه ما 90 میلیون میگیم اصلا انتقام و جنگ و اینا رو بزنیم که فقط باید بریم مذاکره کنیم. به قول پزشک مذاکره نکنیم مثلا چیکار کنیم؟ فقط باید مذاکره کنیم. ما بارها نشون دادیم می‌خوایم مذاکره کنیم، مشکل همیشه آمریکا نمیخواد. اینجا ما تا کجا باید دنبال آمریکا را بیفتیم و مذاکره کنیم؟ این حد یقف این که ما هی بریم و اون نخواد، ما بریم و اون نقض بکنه، این اون نقطه پایانیش کجاست؟ البته من برای این سوال جوابهای خودم دارم، اینو به عنوان یه طرح بحث مطرح کردم که ان شاءالله قولش بیشتر صحبت بکنم. متشکرم از شما آقای دکتر. اون حد یقفی که آقای ثابتی اشاره کردن کجاست؟ و یه نکته دیگه هم که من دوست دارم حتما پاسخش رو بشنویم این هست که ایشون گفتن که همفکران شما مذاکره با آمریکا رو یک بت و مقدس میدونن و ناجی مشکلات. متاسفانه یه طرفه به قاضی رفتن و مواضع یه طرفه رو مطرح کردن و اتهامات زیادی علیه حتی هم آقای روحانی که حالا ایشون باید بالاخره یه جای بهش فرصت بدن از خودش در صدا و سیما دفاع کنه که بهش فرصت نمیدن. یکی از بحث‌های من همینه، این موضوعی که حالا آقای ثابتی آمدن علیه رهبری یه حرف توهین‌آمیزی زدن که ایشون من الان توهین کردم؟ نه توهین، تو جلسه‌ای که با آقای رضازاده بودین گفتین که تحمیل شده برای این توهین آشکار به رهبریه. حالا من توضیح میدم. توضیح دیگه خیلی برای بچه دبستانی هم این خیلی واضح و روشنه دیگه، این که دیگه قابل توضیح نیست که. وقتی که اینطوری توهین میکنن به یه طرف بعد به یه طرف دیگه اجازه نمیدن، بعد صدا سیما رو کردن خونه 4 تا نماینده که مجلس اصلا اونجا شبا میخوابن، ظاهرا سویت بهشون از این کانال میرن این کانال، از اون کانال میرن این کانال، با دنیا اعلام جنگ میکنن. شما نگاه کنید مواضع، من اسمش هم نمیخوام بگیرم بزرگ بشن، امارات جنگ تمام بشه تازه با امارات کار داریم، جنگ تمام بشه تازه با کویت کار داریم. پاکستان اینطوریه،
در حین مذاکرات علیه یک کشور همسایه هر چندم که مسائل مشکلاتی ما باش داشتیم حق نداره اینا به عنوان یک نماینده مجلس بیان بعد به عنوان سخنگوی یک کمیسیون بیان مواضع شخصیشون رو اعلام کنن. در کمیسیون هم به همه اینها اعتراض شد. کی مذاکره گفته بوته؟ این آقای دکتر این حرفا چیه دارین میزنی؟ بله بله دقیقاً تاثیر داره تو آب، تو زندگی مردم، تو اقتصاد. مذاکره تاثیر داره. اگه کسی اینو درک نکنه از بدیهی ترین اصول ثبات واقعا باید بهش به حالش قبطه کنه. چه مذاکره می‌بینیم؟ بله اصلا ببینیم مذاکره نمی‌کردی بعد چیکار می‌کردی؟ مذاکره خب پس من درست گفتم. من گفتم شما همون تفکر این جنگی که امروز شد 10 سال پیش 15 سال پیش میشد. 15 سال شما رو عقب انداخت. این همین برجامی که شما خیلی بهش انتقاد دارید، یعنی شما یه برجام تأخیر انداخت. خیلی برجام حسن داشت، اصلا یه توافقنامه بی‌نظیر بود برای ما که با 5 تا قدرت دنیا بیای روی یک میز بشینی وزیر خارجه علیه 5 تا قدرت دنیا باید مناظره کنه. من اون موقع در آلمان بودم، آقای ظریف وقتی که میآمد میرفت اتریش دیگه محافظاش که بچهای سپاه بودن که دیگه هم عقیده آقای ظریف نبودن که بیان ازش دفاع کنن. خدا شده تا ساعت 2 شب میگفت صدایی که از اتاق میآمد ظریف به هر حال نهیبی که به اینا میزد اصلا براشون عجیب و غریب بود. یک قدرت جهان سوم با 5 تا قدرت اول دنیا بیاد بشین، این افتخاره برای تو. به جایی که بیای حمایت کنی، به جایی که بیای افتخار کنی به اینا. کوفی عنان میگه ظریف جز 5 تا دیپلمات برتر دنیاست. ظریف چیکارش کردین؟ کوفی عنان آدمکش آوردین این شبا تو خیابانا آتش میزنین که مردم متنفر شدن از شما، هر شب تعداد جمعیت میدان کم میشه. این کاراتون درست نیست. این کاراتون خلاف منافع ملیه. هیچ کس مذاکره رو بود ندانسته. بدیهی ترین چیز هم هست تحریما برداشته بشه، هم اقتصاد از راه میفته، هم مشکلات. من همین هفته قبل تو بوجنور بودم، 20 تا روستا یک شهرستان من مشکل آب دارن. یک شهرستان من 50% آب نداشت. 500 میلیارد تومان میخواد، نداریم. امسال بودجه عمرانی کشور چقدر بوده آقای رئیس؟ چقدر اختصاص دادن؟ پارسال چقدر اختصاص دادن؟ معلومه که جنگ تاثیر داره تو بحث اقتصاد. اگه اینا متوجه نباشی که واقعا جای تاسفه. زمان دارید هنوز آقای دکتر؟ حالا من بعدا استفاده میکنم. پس نگه دارید دوستان. زمان آقای شهریاری رو بفرمایید، میشنوید صحبت شما. خدمت شما عرض کنم از آقای شهریاری تشکر می‌کنم، یه چند تا پاس گل خوب به ما داده. ببین آقای شهریاری توهین به رهبری اینا به نظر من احساسی صحبت کردن. من یه حرفی زدم الانم میزنم، هیچ توهینی هم نیست. این واقعا حالا از نظر همه باشه اون نظرسنجی کنید. حالا ان شاءالله این فرصت به بقیه داده باشه دیدگاه مخالف شما که دارن اجازه داشته باشن یعنی نظراتشون بگن. به خصوص صدا و سیما حالا اونایی که شما اجازه میدین من که بازداشتشون نمی‌کنین، پدرشون در نمیارین. شما تو این کشور کار اجرایی کردین، شما استاندار بودید. من استاندار بودم ولی آقای ناظرای من کیا بودن؟ حالا اجازه بدید. پرونده‌های درست علکی درست می‌کردن کیا بودن؟ 2 ساعت وقت داریم. حالا الان عصبانی بشید. استاندار بودم، استاندار که بودم. حالا یا استاندار بودن که بالاخره استاندار کشور که مملکت کلا 30 تا استاندار داره. استاندار بودن برین عمل کردن فقط آذربایجان قرار. مثلا که عمل کردن دارم میگم شما یه طوری ادای اپوزیسیون در میاد کسی نداره فکر کنه مثلا یه فعال مدنی گوشه میدون بودید بعد یه دفعه اومدید تو مجلس. شما استاندار بودید، تو وزارت خارجه بودید، نماینده بودید، هر اشکالی هم داشتید شما با همسایه‌ها جواب بدید. اشکال نداره. یعنی میخوام یادتون هست اون روزی که تو مجلس داشتید اگر قراره وسط صحبت من آقای یادتون هست اون روزی که شهریاری اخلاقی داره حالا نوبت منه قرار نیست من جواب شما اقتصادی رو میبردید. دقیقاً میخوام همین آقای شهریاری دست در نکن کمر داری یادآوری میکنه. اگر که ممکنه چون میخوان درخواست خودشون این هست که در زمان خودشون صحبت بکنن و شما در زمان خودتون پاسخ بدید، ممنون میشم که توی زمان حتما پاسخ شما گفتید میتونید موردی نداره رفت و برگشت داره ولی ایشون در توافقی اگر شما الان میرید واسه صحبت منم میام ولی فکر کنم بحثا ناتمامه. ولی اگر قرار باشه هر کسی صبر کنه نفر بعدی صحبت بکنه احتمالاً به نتیجه میرسیم. آقای شهریاری خوبیش اینه که یه چیزایی به من یادآوری میکنه، من بیشتر توضیح بدم. شما یه اخلاقی داشتی تو مجلس وسط نطق بقیه نماینده این داد میزنید. خب خوب نیست. این همین الان خود شما گفتی. آخر نطق خوب یادآوری کردم. اجازه نه شما وسط نطق بقیه وقتی داد بزنید یادآوری نیست. رنگ دعوت شد صحبت تمام کردی پایان وقتم تموم شد. فیلمش هم هستش. دقیقاً شما 3 ثانیه آخر گفتید 3 ثانیه آخر 3 ثانیه آقای 30 ثانیه بود به چند با تذکر دادم اسمونه ببر نبرد. ببین یه چیزو با هم توافق کنیم. خب شما بالاخره نماینده دیپلمات مملکت بود. اگه قرار وسط صحبت بقیه هی بیاید خب باشه تو تایم خودتون جواب بدید. اون موقع منم مجبورم وسط صحبت شما بحث شکل نمیگیره. من که برام فرق نمیکنه. آقای شهریاری حالا یکیشو یادش یکی یادش نیست. یادتون رفت نکته‌ای داشتین مطرح بفرمایید. آقای شهریاری فکر می‌کنه خلاصه با جنگ روانی میتونه بحث جلو. آقا کار شما رسانه‌ای آقای دکتر بذارید من صحبت بکنم دیگه. شما یه 5 دقیقه تمرین کنید وسط صحبت من
نکته نگیر من بحثم تمام بشه. ببینید اولین نکته که من تو مجلس داشتم در نقد آقای عراقچی بود و من یادم دقیقه 56 دیگه من بحثم به اوج رسید و یادم یه نفر داره از اون تا فقط داد میزنه. جلوت بوده بابا. آقای شهریاری فیلمش از شما ته تنش استه بودید. اومدم جلو آقای عراقچی و قالیباف و بقیه بودن. ولی ببین شما 5 دقیقه رو رعایت نمی‌کنی. من 5 دقیقه که گذشت فهمیدم بالاخره یه روشی احتمالاً تو پارلمان ما بقیه بیان وسط صحبت بقیه داد بزنن، حالا حواسشون پرت بشه. حالا اون بحث گذشت، البته بحث ما ادامه داشت، هیچ نکته‌ای هم نداشت. بعداً یه نقطه 7 دقیقه‌ای داشتیم، ایشون باز همین کارو تکرار کردن و وسط صحبت‌ها اومدن، در حالی که خب این کار خلاف آیین‌نامه است. شما وقتی که یک نفر صحبت می‌کنه تو مجلس هر عقیده‌ای که می‌خواد داشته باشه، کما که وقتی ایشون و امثال ایشون صحبت می‌کنن خب من شاید موافق نباشم به لحاظ کارشناسی، ولی من وسط صحبتشون نمیام. خب پس اینجا حداقل با هم توافق بکنیم. نکته بعدی این که ما بگیم رهبر انقلاب برخلاف نظر خودشون یک مسئله رو پذیرفتن، این به نظر اسمش تحمیله. حالا چرا پذیرفتن؟ چون که در کشور ما دیکتاتوری نیست، چون امثالای شهریاری رأی میارن با یه نگاهی، اون نگاه از نظر ما غلطه، میان ما باید بریم تحریما رو لغو کنیم، بعد میگه این مسئله که رفتی تحریما رو لغو کنی 10 بار دیگه هم رفتی تحریما بیشتر شده، میگن نه مرغ ما یه پا داره، بازم بعد از طریق مثلا مذاکره تحریم لغو کنیم. بعدم میان میگن آقا بالاخره ما اینطوری نشه استعفا نشه اینطوری اونطوری. بالاخره اینا مسائلیه که واقعیت تو کشور ما، دولت داره کشور رو اجرا میکنه، نه رهبری کشور رو اداره میکنه به معنی اجرا، نه مجلس نه قوه قضاییه، قوه مجریه اجرا میکنه. پس نظر مسئولین اثرگذار در تصمیمات کلان کشور. و نکته بعدی های شهری، شما چرا علیه اینکه یکی علیه امارات صحبت بکنه ناراحت میشید؟ البته الان پاسخ ندید، تو زمان خودتون پاسخ بدید. امارات در خباثت علیه ایران و مردم ایران چه کار بوده که نکرده در این جنگ؟ پایگاهشو در اختیار دشمن قرار داده، از اونجا اومدن مدرسه مینابو زدن، رهبر ما رو زدن، کلی از خسارت‌های زیرساختی که ما وارد شد. اتفاقا تفاوت نگاه من و آقای شهریاری یکیش همینجاست. به عنوان دو تا رویکرد، و نه من موضوعیت دارم نه آقای شهریاری به عنوان شخص، که ما میگیم اگر امارات چنین شرارتی کرد باید هزینه‌ای در خور داده، نه اینکه یه نفر نماینده که طبق قانون اساسی اصل 86 میتونه در همه موضوع نظر داشته باشه حرف بزنه علیه امارات که خصمانه رفتار کرده بره صحبت بکنه، بعد شما اینجا لکه غیرتتون برای امارات بالا بزنای شهر خیلی واقعا عجیبه. بده اصلا بابا، اینا یه مش کشورهای حاشیه خلیج فارسن که ما اقتدار نشون بدیم عقب نشینی میکنن، بعد امثال شما اینجوری وکیل مدافع امارات و بحرین و 4 تا کشور خلاصه اشکال نداره شما برای من متاسف باشید، من علی امارات حرف میزنم، شما برای من متاسف باشید، نکنه این وسط خود نکنه منافع وجود داره. نکته بعدی حتما داره، میگن که برجام جنگ رو عقب انداخت. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم نه حرف منو مبنا قرار بدید، نه حرفای شهریاری رو. برید ببینید نشریه فارن افیرز که یک نشریه تخصصی در امریکا، یعنی نمیاد مثلا حرف 4 تا تحلیلگر رو اونجا منتشر کنه، میاد حرفای به اصطلاح نخبگانی و درون سیستمی امریکایی‌ها رو منتشر میکنه. ببینید 4 روز 5 روز بعد از جنگ رمضان چه نوشت اگر مثلا 4 علت داشته باشه حمله امریکا و اسرائیل به ایران، یک علتش توافق JCPOA همون برجام در سال 2015 است که دسترسی‌های آژانس به ایران رو به صورت استثنایی به قدری زیاد کرد که اینا برای اولین بار اطلاعاتی از سایت‌های موشکی و نظامی ما دست آوردن، بر اساس اون اومدن طراحی کردن چطور باید با ما حمله بکنن اگه خواستن این روزی با ما بجنگن. خب آقای شهریاری و امثال آقای شهریاری که نگاهشون از برجام دفاع میکنن و 180 درجه نقطه مقابل واقعیت میگن برجام جنگو عقب انداخت، که ما معتقدیم برجام جنگ رو بر این کشور تحمیل کرد ولو 10 سال بعدش. بعد میگن چه چیزی از برجام قابل دفاع؟ آقای شهریاری در تو برجام صحبت میکنید، شما مختارید، نظرتون محترمه، ولی رو متن صحبت بکنید، احساسی نکنید بحثو. یه جلسه بذاریم رو بحث دارم، 10 جلسه بذارید آقای شهریاری، 20 جلسه بذارید. من رو برجام تو مدعی هستم که اصلا 10 نفر باشید بیاید بحث بکنیم. من رو برجام معتقدم که اگر کسی رو متن بتونه دفاع بکنه معجزه کرده، چون متنش غیر قابل دفاعه. و من فرصتم فابریکی چقدر زمان دارید 1 دقیقه. بعد ببینید من مشکلم با آقای شهریاری عزیز اینجاست که میگن بریم تحریما رو، با به خدا ما هم موافقیم تحریما رو بردارید، ولی مگه این مسیر تکراری و 20 خورده ای سال نرفتید که اول رفتید تحریما رو بردارید، تحریما بیشتر شد، بعد بری شما خندیدن روزی که 92 آقای روحانی دولت رو تحویل گرفت ما مجموعاً 802 تحریم علیهمون بود، 1400 که دولت رو تحویل داد شد 1500 تحریم. بعدم دوباره رفتن در این دولت مذاکره کنن تحریم لغو کنن،
جنگ شد تو این کشور، 2 بار وسط مذاکره علیه ما جنگ آغاز کرد. الان که وسط مذاکره باز همچنان جنگ ادامه داره. من بابا به خدا موافقم تحریم برداشته بشه، ولی به شرطی که از این مسیر غلط تحریم برداشته بشه. حاضرم فنی بحث بکنیم. الان آقایون مگه نرفتن همین آقای قالیباف و عراقچی پزشکیان گفتن ما از طریق مذاکرات پولای بلوکه شده رو آزاد میکنیم. چی شد؟ نگذاشتین دیگه. من شما احساسی میخوایم بس من چه قدرتی دارم احساسی نه همین عراقچی که میگین تو شهر و خیابان و میدان اگر قراره آقا ببین اگه قراره تربیتی بکنید من با ادب نه ببینید اگه تو این برابر میکنی بی ادبی نیست. ما شما اصلا اومدید یه بحث دیگه احساسی بکنید. ببینید اگر ما انقدر زور داریم که با 4 تا سخنرانی اون متن افتضاح تغییر بکنه ماهیتش، وای وال مذاکره کنندگان ما. این نکته من میگم از وقت اضافه با شهریاری بدید. عرض بنده اینجا اینه که دشمن نقض عهد میکنه، ما هم از قبلش میگیم آقا 2 تا 4 تا با این دستورمون به لغو تحریم نمیرسه، جنگ هم سایه‌اش تثبیت میشه. آقایون گوش نمیکنن. بعدن که آمریکا زدش به جای که بیان به آمریکا حرف بزنن میگن نه یه در داخل نذاشتن. خیلی حرف عجیبه. مناظره با آقای رضازاده در همین همشهری برگزار شد 1 ماه قبل. من خواهشم از همه دقیقاً 1 ماه پیش از همه بینندگان خواهشم اینه برید اون مناظره رو اینترنت هست ببینید. حتی یک جمله من اونجا نگفتم که بعداً درست عذاب در نیاد. من گفتم آقا آمریکا این کارو انجام نمیده به این علت، اون کارو انجام نمیده به این علت، این کارو انجام میده جنگم خواهد شد، این اتفاق هم خواهد. خب پاسخهای آقای رضازاده رو محترم، ولی خب در عمل مشخص شد اون روی کرد واقع بینانه بود یا این روی که الان هم عرض ما همینه. این روی کرد آقای شهریاری و دوستانشون کشور رو تونس به جنگ نزدیک کرد، بعدم باعث جنگ شد. از الان بهش هم اگه ادامه پیدا بکنه خدا میدونه عاقبتش چه خواهد. متشکرم. آقای دکتر بفرمایید. اولا 10 نفر لازم نیست بیارم برای برجام، خودم 10 نفر شما بیاریم، من خودم یه نفره بس. نه آقای نبویان بیار، آقا که با از لپتاپ اینا چیز بده مستند بگه. ببینید برادر عزیز من، موضوع رهبر تحمیل باز دوباره توضیح، هرچی توضیح میدی بیشتر تو باطلاق میری، توضیح بیشتر دیگه ندی، این دیگه خیلی مسجله. کی به نفع امارات صحبت کرده؟ من به نفع امارات صحبت کردم؟ من گفتم شما چرا ناراحت میشید؟ من ناراحت شدم به نفع امارات؟ شما به نظر ناراحت فیلم صورتتون رو من گفتم در آستانه جنگ میای تهدید میکنی و بعد از جنگ ثابتا میرسیم. تو جنگ هر کاری میخوای بکن، بزن پدرشو در بیار، ولی جنگ تمام شده شما تازه تهدید میخوای بکنی؟ این خلاف منافع ملیه. این یعنی اینکه امارات و کویت و بحرین رو بدی تو سینه اسرائیل. الان نیستن؟ الان اونطوری که باید نیست. حداقل تکذیب میکنن. ولی شما یه کاری میکنی که اصلا مجبورم برن اونور. منم بودم به جای امارات این کارو میکردم. وقتی تو داری تهدید علنی، شما حق میدید به امارات. نه من چیز دیگه دارم میگم. چرا مغلطه میکنی واسه بعضی شما میگین در آستانه در زمان جنگ من نگفتم نزنین، شما داری میزنیم، ولی بعد از جنگ بالاخره ما 2 تا همسایه میخوایم با هم در کنار هم زندگی کنیم. حق نداری تهدید کنی. اگر مسائل سیاست خارجی مسئولین ما بالاخره دولت داریم، رهبر داریم، شورای عالی امنیت ملی، به نتیجه رسیدن قطع ارتباط میکنن با امارات، کار دیگه میکنن با امارات، ولی این بی معنی که من از امارات دفاع میکنم. یعنی اینقدر مخاطب خوش برداشت چیزای خیلی. اما در موضوع دیگه دوستان زمان آقای شهریاری رو لطفاً به نمایش بذارید. اول یه چیزی گفت شما منبعتون میشه همش اون که مثل شرق نیست تیتر الکی الان منبع شما ترامپ رو نمیدونم مطلب درست هر چی اونا میگن شما میارین تو داخل کشور میگین اونا گفت منبع شما شده این. یه پازل دست بردارین از این کارا. بعدم تحریم ها، بله شما میگین که تحریم ها برداشته بشه خوبه، عالیه، دارم میگم عالیه دارش. من میگم تحریم ها برداشته بشه از نظر اقتصادی به نفع کشوری که این روز روشن شما هم قبول دارید. منم قبول دارم. خب چه اشکال داره شما ما میگیم خب برید نگاه کنید، ما میگیم برید بردارید حمایت میکنید. چرا نشد پس؟ صلح منم یه جایی هم نظر شما. من خودم پیش خیلی از دوستان گفتم بعد از جام جهانی آمریکا ایرانو میزنه، ولی بالاخره 2 ماه فرصت ایجاد شد، خیلی کارا کردیم که حالا از نظامی من تو کمیسیون امنیت خبر دارم نمیشه اینجا بعضی از مسائل گفت، ولی بالاخره دیپلماسی یک تنفسی برای کشور ایجاد کرد. اینجا باید از دیپلمات‌ها، از تیم مذاکره کننده، از آقای قالیباف شما باید حمایت کنید، تقدیر کنید، نه اینکه بیاین تضعیفشان کنین، جرأت جسارت ازشان بگیرین بخوان یک کاری به نفع کشور بکنن. شما بحث آقای عراقچی رو مطرح می‌کنید. آقای عراقچی بنده خدا میدونین که کی باید موافقت کنه که وزیر خارجه انتخاب بشه؟ مغلطه نکن. نه کی؟ شما میدونید؟ نه توضیح بدم.
نه رهبر میگه این وزیر خارجه با همه رؤسای جمهور 4 تا وزیر با رهبر هماهنگ می‌کردن. به چه معنی؟ نمیگفت به این رهبری نمیگه فلانی بشود، لیست میبرن جلو رهبری. اگر نکته منفی رو کسی باشه میگن این نباشد. در مورد آقای عراقچی کسی دیگه اصلا اجازه مطرح شدنش ندادن. آقای عراقچی را خود آقا روز بعدش هم آقای عراقچی به من گفت که آقا خواسته گفته که بعض شماست فقط. تمام. این آقای اجازه بدین وقتی که شما میدونین رهبری بالاخره موافقت کرد، رهبری موافقت کرده با آقای عراقچی دیگه. خب موافقت کرده بود. موافقت کرده بود نه؟ جواب نه ایشون مخالفت نکرده بود. این فهم کنه. ضمن که اصلا شما فرض کن آقای عراقچی رو رهبری چه موجوداتی اصلا شما فرض کن ما موجودات منطقی هستیم، موجودات جبری غیر منطقی هستیم، موجوداتی هستن که بر اساس منطق اصلا شما فرض کن آقای عراقچی رو آقا در گوش شما گفته بودم بشه وزیر خوبه. خب اوکی شما روز بعد اومدید تو مجلس مخالفت کردی. اولا که وظیفه قانونی من اینه که با هر وزیر مخالفت بکنم. کی میگه وظیفه قانونی؟ ببخشید مگه مجلس تشریفات وزیر شاهه؟ مگر شما نماینده شدی با همه مخالفت کنی؟ چه وظیفه قانونی داری؟ کی گفته شما وظیفه قانونی بعد انجام بدم میتونم با هر وزیری مخالفت بکنم؟ اگر اینه پس چرا میگن موافق و مخالف؟ آقا بگن اینو رهبری گفته هیچ مخالفت نمیتونی صحبت کنی. اصلا شما اصلاح طلب طرفدار دموکراسی هستین زین مجلس رو نابود کردین. از تعطیلی 5 ماه مجلس اینم از نوع نگاهتون به جلوی پارلمان. چون تو صدا و سیما بود آقای شهریاری آقای سیما هم بلدی از اون را داری میری برادر عزیز. اگه حقوقمو شما میگی که من با ما نماینده مجلس باید با همه مخالفت کنم. نه اصلا این دروغه. من میگم این حق رو دارم فیلماش هست. بله حق داری. این حق رو دارم با کسی موافق و مخالف باشم. و بنده افتخار میکنم که علیه آقای عراقچی صحبت کردم. از بند حرفام هنوز دفاع میکنم. فیلمش هم هست اون روز و معتقدم که از بهترین عمل کردم در مجلس 12 اون نطق 9 دقیقه آقای عراقچی بود و الان فیلمش هست. ملت ببینن ما درست گفتیم. شما افتخار کنید آقای شهریاری اصلا فرض کن در گوش شما رهبر شهری گفت عراقچی بمونه، ثابتی هم نذاری صحبت بکنه. خب اصلا من تاشو پذیرفتم دیگه. سوال ایشون وقتی خطوط قرمز رهبر انقلاب رو مکررا نقض کرد من میگم من برای صحبت رهبری میگم اینجا ما نباید حرف بزنیم. نه نگاه کن حرفت اشتباهه. حرفت اشکال نداره. حرفمو نقد کن. حرفمو نقد کنید. وزیر امور خارجه حتی سفرهایی که میره خارج قبلش میره بیت صحبت میکنه. خب من امروز دارم میرم ماموریت خب که راهنمایی میگیره. چطور خودت قرمز من که نمیگم سر کوچه استاب میگیره سر خود میره که برادر من دارم میگم وقتی ولی میره در عمل یه چیز دیگه امضا میکنه میاره تهران این یعنی نه اینطوری اصلا اینطوری نبوده. ببخشید رهبر انقلاب در پاسخ به چه اتفاقات و فعل و انفعالاتی فرمودن که مذاکره با آمریکا یک هفته 404 گفتن نه شرافتمندانه است، نه هوشمندانه است، نه عاقلانه است. رهبر انقلاب در صدها جا گفته من حرف خودم میذارم شما برین کار خودتون بکنید. نه خیر شما پس یه بخش دیگه داره میکنید. پس این رهبر انقلاب میگه من شوخی میکنم من چیزی میگم شما کار دیگه بکنید. رهبری فقط توهین به رهبر شیعیان دنیاست. در رابطه با ایران نه مسلمانان نه شیعیان اهل سنت که اصلا رهبری ندارن. بسیاری از غیر مسلمانان هم ایشونو دوست داشتن به عنوان پیشرو مبارزه میدونستن. اهل سنت تو کشور خودمون جای آیه شهری اینا توهین به رهبری است. نه اون حرفی که من زدم. شما فیلم همین چند روز پیش 2 تا از روحانیان غزه رو دیدین؟ کدومش رو؟ که علی ایران جمهوری اسلامی صحبت برام بفرستید ببینم من ندیدم. نه خب اونا رو ببینید بعد نیست. شما بالاخره عربستان، همین امارات، همین کویت، همین بحرین، همین قطر این همه مسلمانن. بله. اسلام و آمریکایی هستن اینجا. رهبر ما رو قبول دارن؟ خب حالا خیلی هاشون قبول ندارن. تو ایران مگه همه ایشونو قبول دارن؟ ببخشید. ما همینجا دشمن دیگه من بحث تو همونجا طرفدارم داریم. اگر ایشون کامل صحبت نکنه میذارن صحبت بکنن. چه ایشون خوش دوست داشت با هم چالش بکنه. بحثشون داره به انحراف کشیده میشه چون مسئله ما بحث این بود که آقای شهریاری اشاره کردن که تهدید بعد از جنگ خلاف منافع امنیت ملیه و در مورد جنگ و صلح داشتیم صحبت می‌کردیم که کشید به عربستان و مسلمان و شیعه. ازتون میخوام که پاسخ بدید در مورد بحث تهدید بعد از جنگ که گفتن که شما تهدید کردین و این خودش یه جوری خلاف منافع امنیت ملی حساب میشه. پاسخ بدید و اگر نکته در مورد صحبتشون در مورد موضوع مناظره دارید بفرمایید. من سوالات شما متوجه نشدم. گفتن که شما تهدید کردید بعد از جنگ در مورد من که تهدید نکردم. من از حق بقیه نماینده ها در رابطه با موضع گیری در سیاست خارجی طبق اصل 86 قانون اساسی حمایت کردم.
آقای شهریاری به لحاظ کارشناسی این حقو داره که مخالف باشه، کما که منم به لحاظ کارشناسی با بعضی حرفای ایشون و بقیه آقایون مخالفم. من میگم نگید نماینده حق نداره این سوال کنه، نماینده تو وصل اشیش میتونه صحبت بکنه. بعد من حرفم اینه، من میگم در صدا و شما سیما نباید تریبون بهش بدن. من باشه، خب من که رئیس صدا و سیما نیستم آقای شهریاری، من رئیس صدا و سیما نیستم، تصمیم گیرم نیستم، اشکال نداره هم فکر من به نظر عملکردشون رو مردم قضاوت کنن خوب بوده یا بد بوده، به نظرم تو جنگ خیلی خوب بوده. من عرضم اینجا اینه که من میگم نمایندگان حق صحبت دارن، شما به لحاظ کارشناسی میتونید نقدشون بکنید، ولی مسئله اصلی حالا این نیست. ولی من میخوام بگم، بذار من یه نکته دیگه بگم، حالا شهریاری ممکن خود هرس بخوره، من دوست ندارم شما هرس بخورید، ولی من میخوام بگم ما در مسئله حالا من جوونم، هرس بخورم جا داره تا موام سفید، شما دیگه سفید کرده شهریاری خوب نیست الان هرس بخورید. ببینید عرض شود که یه نکته من میخوام بگم، حالا اینو واقعا شوخی هم نکنم شما ناراحت میشید، چون اون حرف شما یعنی که ما خیلی چیزا دیگه نباید بگیم، ولی من واقعا عقیده‌ام با استدلال میخوام بگم. ببینید ما این بحث اسم انتقام داریم و من متاسفم بگم بعضی از همفکران آقای شهریاری در جای دیگه متاسفانه در دولت با این قضیه مخالفن، میگن آقا نگید انتقام، در حالی که ببینید ما نمیگیم انتقام از قاتل رهبر انقلاب یا بچهای میناب یه بحث احساسیه که البته سر جاش بحث احساسی عاطفی هم هست، منطق هم داره، قصاص هم یک ادله‌ای واسه خودش، اما ما اگر در همون سطح تلاش نکنیم سران دشمن رو نزنیم، این چرخه ترور ادامه دار خواهد بود. خدای نکرده 6 ماه دیگه دورم جمع میشیم میگیم دیدید بازم رهبر ما رو زدن، بازم فرمانده سپاه ما رو زدن، بازم فلان مقام ما رو زدن. اجازه بدید من میگم بعد شما ادامه بدید. خب این یه نکته. حالا من نکتم اینجاست، من معتقدم ما انتقام رو نباید منحصر کنیم به سران رژیم صهیونیستی و امریکا. تک تک کشورهای عربی که پایگاهشون در اختیار امریکا قرار دادن و از اونجا عملیات تروریستی علیه ما انجام شد، سرانشون و کاخ مقامات ارشدشون به نظر بنده باید هدف قرار بگیره. این یعنی بازدارندگی، یعنی طرف دفعه بعدی اگر بتونم رهبر جدید ما رو بزنه میگه بابا اینا یه واکنشی نشون میدن که هزینه‌اش خیلی برای ما بالاست، نه اینکه ما بیان رهبر اونو بزنن بعدش دوباره از روز چندم پشیم بریم پای میز مذاکره 14 بعد امضا کنیم ما بگیم آقا به والله به تلا این مسیر غلط، سایه جنگ رو تثبیت میکنه، این اتفاق بیفته، باز دوباره بریم سر میز مذاکره. الان نتیجه این شلکن سفکونا چی شده؟ امریکایی‌ها اومدن میگن که اگر ایران بازم کشتی بزنه من هر کشتی یه پل میزنم تو ایران. چرا؟ چون در شما ضعف میبینه. اگر شما اون روز اول پل عربستان به بحرین رو میزدید ببینم اینا اصلا جرئت میکنن بیان این حرفو بزنن. این مابزه واقعی داره این حرفا. ببینید روزی که اینا اومدن عسلویه رو زدن در جنوب ما و میخواستن زیرساخت گازی ما رو بزنن، نیروهای مسلح ما مقتدرانه LNG امریکا در قطر رو زدن، فرداش هم یه خط لوله گازی مهم در لیبی در قاره آفریقا رو طوری زدیم که آمریکا پس فرداش ترامپ اومد گفتش که نتانیاهو با من هماهنگ نکرد، عسلویه رو زد، از اینا بی قول داده که دیگه این کارو نکنه. چرا؟ چون فقط اون زبان قدرت رو میفهمن. ولی با دستورون دوستان آقا بازم حالا یه دور دیگه بریم مذاکره، حالا یه پیام دیگه ببریم، حالا باز ببینیم اینجاشو میتونیم لغو کنیم اونجاش. با این بازی‌ها دشمن آرام آرام هم زیر ساخت شما رو میزنه، هم جلوتر میاد، بعد با مذاکره شما رو دوچار شلکن سفکن میکنه، اراده شما رو دوچار تردید، دوچار تزلزل میکنه. اون قضیه که بعد جواب بدی جوابم ندی. من میگم این مسیر غلط. یه نکته مطرح کردین، من دوست دارم که اینو مطمئن شم که درست متوجه شدم. فرمودین که برخی ها در جریان مذاکرات با انتقام مخالفند. بله. درسته؟ بله. منظورتون از گروهی هست که دارن مذاکره میکنن با آمریکا؟ من میدونم این رویکرد غلط در این تفکر به صورت کلی طرفداران زیادی داره، متاسفانه در بعضی از مسئولین ما متاسفانه. آقای دکتر این گزاره رو قبول دارید که درست میکنن خودشون نتیجه میگیرن. حالا من بعد از برنامه شما میگم از الان من جواب بدم ان شاء الله خدا خودش انتقام این بحث رو خواهش میکنم پاسخ بدید و بعد بله نگاه ببینید شما که نمیتونید رو میز مذاکره بشینید بعد بگید من میکشمت. میشه؟ نه. باید عمل کنید. اصلا شما بحث انتقام مطرح میکنید که مذاکرات به نتیجه نرسه. هدفتون از بحث انتقام اینه. غیر از این هیچ چیزی نیست. غیر از این هیچ چیزی نیست. آقا شما نیت خواهی چرا میکنید؟ شما نیت خواهی میکنید من نکنم؟ نه شما من که نیت خواهی مستند بگید. من مستندش اینه، یعنی نتیجه گیریش اینه. دقیقاً شما بحث انتقام مطرح میکنید که مذاکرات به نتیجه نرسه. خدا میدونه ما میگیم که امنیت کشور حفظ بشه. شما حادثه مکه در سال 63 64 بود یادتونه که تعدادی از حجاج کشته شدن در مکه؟ 66 امام چی گفت اونجا؟ گفت ما اگه از صدام بگذاریم از آل سعود نمیگذاریم. بعد چی شد که چند سال بعد دوباره رفتیم از آل سعود هم گذاشتیم؟ توضیح میدم. منافع ملی ایجاب میکنه.
خیلی از چیزها ایجاد میکنه که من و شما نمیدونیم، اطلاعاتشو نداریم. این بحثا رو تو جامعه نباید بکشیم آقای. این بحث‌های سکرت جامعه است. الان من خیلی از موضوعاتی که شما دارین مطرح میکنین من براش جواب دارم، ولی اینجا نمیتونم مطرح کنم. توانایی کشور ما نمیتونم اینجا مطرح کنم. چقدر میتونیم به هر حال مقاومت کنیم نمیتونم اینجا مطرح کنم. شما میخواین چیکار کنین؟ جنگ آدمی رو چیکار کنین؟ با چی میخواین بجنگید؟ اون روزم تو کمیسیون امنیت ملی گفتم آیا شما، بعضی اینطوری میگفتن یه فرصت تاریخی گیر ما آمده آمریکا اسلامی منهدم کنیم. آخه با چی؟ کی چنین حرفی زد؟ 1200 انصافا کی اینو گفته؟ من نشینم از کسی. حالا 1200 میلیارد دلار بودجه نظامی شه، 10 میلیارد بودجه نظامی شما که 5 میلیاردش صرف یغلبی و لباس و پوتین و بند پوتین میشه. با 5 میلیارد دلار میخواد یک کشور 1200 میلیاردی را که هزاران نوع تکنولوژی داره که هنوزم چیز نه اینکه من الان اینا رو مطرح کنم که از تکنولوژی میترسم، از جنگ میترسم. من بچه جنگم آقای ثابتی. من از 15 سالگی شناسنامه و دستکاری کردم رفتم جنگ. تو همه عملیاتا تا آخر جنگ بودم. جنگو هم دیدم. خیانتایی که در جنگ هم شد به ما دیدم. هر چی ما تو 6 سال جنگ دیدیم سال آخر از دست دادیم. به خاطر بالاخره همین افکاری که شما دارین. اون موقع هم یک ضربه شدیدی علیه منافع ملی زد. میگین که امام بعد حالا نمیدونم جامعه نره. امام مجبور شد. الان شما میخواین یک کاری بکنین که رهبر مجبور بشه جامعه ذره در یک مقطعی بنوشه. برادر شما که نمیتونی با دنیای بین الملل، کدوم کشور الان دوسته در دنیای بین الملل؟ یکی از همسایه‌ها را اسم بر که باید دوسته. عمان باید دوسته. عمان هم که زدیم که محکوم کرد که شدیداً محکوم کرد شما رو. ولی معادلاتش خصمانه نیست. عمان میاد تو جنگی که بشه از شما حمایت کنه. نیروی خصمانه نیست با عمان. خود شما میدونید. نه ترکیه باید، نه همین پاکستان، نه عراقی که رفیق ماست. این قدم مردمش فرق می‌کنه. ولی دولت نه. دولت عراق هم با ما نیست. تو همین سفری هم که نقاط جریان آمریکایی مثل حسن روحانی رفت اونجا سر کار. میدونم حسن روحانی آمریکایی نیست. هی توهین نکن. توهین نکن. خودش که من شکایت برای از من شکایت. آقا تو کیه که برای از تو شکایت کنه؟ هر کسی میتونه شکایت کنه. شما در شأن اونا نیست که بیان از تو شکایت کنن. پس بیان جواب بدن. جوابشون دادن. شما گوش نمیدی. هی حرفای تکراری میزنین. جوابا رو 100 بار تو تلویزیون تو رسانه‌ها داشتون نمیخواین. شما نمیخواین جوابا رو گوش بدید. شما اصلا نه خیر آمریکایی نیست. ملت قضاوت کنه. آمریکایی نیست. اگه اون حساب کنی 80% مردم تفکرشون آمریکایی. کی گفته؟ چی گفته؟ بیا رفراندوم بذار. باش. میذاری؟ جرأت میکنی؟ شما تو مجلس همین بحث ادامه جنگو قانون اساسی بذار. ادامه جنگو بیا رفراندوم بذار. مردم دنبال مذاکره اینو دنبال جنگن. بعد قبول میکنی؟ بعد قبول میکنی؟ نتیجه رو قبول میکنی؟ رفیقتون قالیباف فکر مجلس اول باز بکنه بتونیم کارو انجام بدیم. آقا قالیباف که رفیق من نیست. من جریان مخالفم. ولی با آقای قالیباف افتخار میکنم. سفر که با هم رفتیم. سفر خارجی. سفر با هم رفتیم. اونجا ما عضو آی پی بودیم قانونی رفتیم نفهمیدیم شما چطوری اومدید. تو همه سفرها 4 نفر میبرن. اشکال نداره. حالا ما رو که نه شما رو میبرن دیگه اشکال نداره. همه میدونن شما اصلاح طلبا با آقای قالیباف یه جبهه تو مجلس. من 12 سال در ماموریت خارج بودم. دنبال دو روز مسافرت خارجی. شاید شما باشید. گفتم نه ما که نیستیم. ارتباطاتون با هم نزدیکه. اینو اینجا درس کردم. اونجایی که من هر جا بفهمم نماینده ها رو ببره شما رو معنا با خودش میبره. هر جا آقای قالیباف به نفع منافع ملی کشور، به نفع مردم، به نفع دوری کشور از بلایا و جنگ قدم برداره مخلص شما هستم. دستشو میبوسم. شما هم این کارو بکنید. ما باید دستشو بوسی. نه شما هم این کارو بکنید. اگر دستشو نبوسی یعنی همراهی داری میکنی با اسرائیل، با آمریکا، با سر جا. شما مخالفین داخلی با ضد انقلاب. ما مشکلمون اینه که یه عده میرن سایه جنگو بردارن ولی بعدتر تثبیتش میکنن. آقای ثابتی یه گزاره ای رو شما توی مناظره قبلی مطرح کردید. دوست دارم که صراحتاً بهش پاسخ بدید. شما فرمودید که ما تا 13 تیر باید صبر می‌کردیم. بله. عین جملتون هست و اینکه باید تنگه علاوه بر تنگه هرمز تنگه باب المندب رو هم می‌بستیم و تا اون موقع صبر می‌کردیم بعد مذاکرات رو از سر می‌گرفتیم. دقیقاً. اگر چنین کاری رو انجام می‌دادیم البته اونم مشروط بشه. شرطی که بتونیم در مذاکره امتیازش رو نقض بکنیم. نه اینکه بریم بگیم 24 میلیارد می‌خوایم آزاد کنیم آخرش بگم به معادل 3 میلیارد یونجه و علف و خلاصه با فرض بر اینکه با فرض بر اینکه اینو که آقای همتی اومد جلو دوربین گفت قیمتش خوب باشه می‌خریم چی رو تکلیف کرد قیمت خوب باشه بخریم ولی شما میگی یونجه باش بذارید من سوالمو بپرسم باش بذارید من سوالمو تموم کنم بخرن قبول برن ذرت و آخرت قبول نداری آقای شهریاری از نظر شما که مثلا ایمان نداری آقای ثابتی من سوالم رو کامل نکردم
عذر میخوام از شما. بحث یه جاهایی به انحراف کشیده آقای میشه از شهریاری اصل موضوع. نه اصلا من دارم با مشکلی نداره، ماهیت مناظره همینه. آدم خوشگرده هستی حالا شهریار میبرم حالا با هم بشین. نه مسافرت که شما با ما اومدی، ببخشید ما که تو گروه آی پی من بودیم. میبرم گفت حالا اینو من بگم بعد نی خاطره است، اونجا ما با هم خیلی هم رفیق بودیم تو سفر. حالا مخاطب نگاه کنه ببینیم ما با هم بحث می‌کنیم. آیا شهریار آدم خوشگرده و خلاصه غیر از مناظره آدم شیرینیه. ولی ماجرا آی پی هم این بود. ماجرای سفر من حالا بگم مخاطبمون که واسه سوال باشه. از طرف آی پی یو دعوتی بود پارلمان ایران بره. خب آی پی یو یه شورای 15 نفره داره، من یکی از اعضاشم. تو اونجا تصمیم گرفته شو 6 نفر از جمله بنده و آقای مثلا نبویان، آقای باقرزاده و 6 نفر آقای متکی اینا. آقای دفترای قالیباف گفتن 6 نفر بیشتر نشه، ولی یه نفر آقای قالیباف جدای از آی پی با خودش میبره. ما دیدیم آقای شهریاری من تنها نبودم. نه کی بود پس دیگه؟ بودن 3-4 نفر دیگه هم بودن. از غیر آی پی و 6 تا ما بودیم. آقای قالیباف شما بودید. بعدن دیدم یکی دو تا سفر آقای شهریاری اصلا اونجا برو دمت گرم از حق ملتم دفاع کن من پشتتم. بعدن چی؟ میگم بعدن دیدم یه سفر دیدم باز به عنوان همراه رئیس رفتیم خرید دو جانبه نرفتم. اصلا من میگم اشکال نداره. آقا شما مجالس کنفرانس اسلامی هیچ اشکالی نداره. سالانه اجلاس دارن. معمولا تو اصلا من میگم شما برو ما پشتتیم از حق ملت دفاع کن. من میگم آقای شهریاری شما جریان اصلاحات مجلس با آقای قالیباف دستش توی یک کاسه است. اشکال هم نداره، دو جریان سیاسی هم نزدیکید. نتیجهش هم این وضع کشور داره. اینو تکذیب نکن. شما باعث شدید ما به هم نزدیک بشیم. اشکال نداره. اگه ما بتونیم شما به هم نزدیک بشید خوبه. این دو جریان یه جریان شما را خلاف منافع ملی پذیرفتید به هم نزدیک تمام شد. خب ولی اینو توضیح بدم. اشکال نداره. تو وقت خواستتون رو بفهمید. نه الان زمان شما و ایشون نیست، خیلی رفت و برگشت. برای شرکت در ملاقاتایی که داره با خودش میبره، اصلا ربطی با آی پی نداشت. من 5 تا ملاقات اونجا با آقای قالیباف اشکال نداره دیگه. مثلا نکته ندارم. شما ایجاد تشکیک میکنید. من تشکیک نمیکنم. من میگم شما با ایشون نزدیکید. متشکرم. ما اندازه‌ای که رفت بین الملل من سوالم کامل نکردم. من سوالمو کامل نکردم که متوجه شدم. بله الان این جنگ اتفاق میافتاد یا خیر؟ اگر با فرض اینکه مشروط بر این موضوع پول‌های بلوکه شده مشروط میشد که برگردد 13 تیر ما برمیگشتیم و مذاکره میکردیم چه اتفاقی میافتاد؟ آیا جنگ نمیشد دوباره؟ خانم عبداللهی هیچ کس نمیتونه بگه من نوستراداموسم و عیناً پیش بینی کنم. منم چنین ادعایی ندارم، هیچ کس نمیتونه ادعایی بکنه. لذا منم نمیخوام بگم که اگر اون اتفاق ما قطعا جنگ نمیشد. ببینید جنگ در یک بستر طولانی مدت علیه ما شکل گرفته و محاسبات دشمن این چیزی که میتونه ما رو بزنه. ما بازدارندگیمون به نظر بنده از بعد از ترور حاج قاسم سلیمانی اونقدری که باید نبود، یعنی ما هزینه لازم دشمن تحمیل نکردیم. در سال 99 وقتی که می‌خواستیم پاسخ بدیم به ترور شهید فخریزاده، عده‌ای در درون دولت دوستان آقای شهریاری همفکران آقای شهریاری میگفتن تله تنشه، تله جنگه، نکنه وقت جواب این ترورها رو بدیم بعدن جنگ میشه. ندادیم، جنگ شد. یعنی چطوری جواب میدادیم؟ حالا توضیح میدم دیگه. نه چطوری شم دیگه اینو انتظار من رو آنتن بیام بگم ها، بگم ما چطوری بعد جواب یعنی اینقدر وصلی ماشاءالله که نه اصلا بحث وصل بودن نیستش، بحث اینه که هر کسی میدونه لا اله الا الله. آقای شهریاری این دیگه داری سر یه بازی دیگه رو پخش بشه. زنده است دیگه. بذارید برنامه پخش بشه. مگه الان پخش نمیشه اینا؟ بفرمایید. خب هر سر خدمت شما این تفکر غلط تله تنش دوباره در سال 403 با رأی غلط امثال شهریاری اومد روی کار. نه من میخوام یه خورده صبور شی آقای شهریاری، اشکال نداره. یه خورده صبر تو قشنگ بر بالا. تمام میبندی. اشکال شما جواب منو بده. در حالا مستند به چی؟ آیا من دارم واقعا بحث سیاسی و جدل میکنم؟ خدا شاهده نه. روزی که آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید کارش شروع کرد در 11 مرداد تحلیفش بود در مجلس. در 12 مرداد اسرائیل آمد اسماعیل هنیه رو در تهران زد. نصف شب فرداش، یعنی فرداش میشونم. ببینید چه اتفاقی افتاد. اینو بعدن آقای دکتر ظریف و آقای مطهری آمدن اذعان کردن، بهش گفتن که امریکایی‌ها پیام دادن، گفتن اگر ایران پاسخ نده به ترور اسماعیل هنیه، به اصطلاح وارد این چرخه تنش نشه، ما یه جوری افسار اسرائیل رو میکشیم. تموم دیگه آقا یه اسماعیل هنیه رو فقط زدن. این تفکر متاسفانه در دولت امروز ما آن روز جاری و ساری بود، الان هم هست. متاسفانه ما وعده صادق رو در پاسخ به ترور اسماعیل هنیه انجام ندادیم، به خاطر اینکه رئیس شورای امنیت ملی ما بخاطر اگه علل مختلفش یکیش این بود این نگاه رو قبول نداشت به لحاظ کارشناسی هستن. گذشت 2 ماه بعدش در مهر 403 سید حسن نصرالله هم شهید شد. اینجا بود که ایران وعده صادق دو رو عمل کرد. نه قبل از انجام دادیم.
تو تابستان انجام آقای شهریاری، من شما رو آدم دلسوزی میدونم. این حرف شما الان میمونه. مخاطبان عزیز سرچ کنید ببینید عملیات وعده صادق 2 ما آیا در مهر 403 و بعد از ترور شهید نصرالله بود که من میگم بله این بعد بود، از ترور شهید نصرالله نبود. یا اشکال نداره دیگه. من اینجا من میگم مخاطب یا قبلش بود یا شرمی که نبود و ایشون بر اساس اطلاعات ناکافی تحلیل میکنه. بعد از زدن کنسولگری ما در سوریه بود. اون یک بود که در فروردین 403 بود آقای دکتر. ببینید وعده صادق 1 در زمان دولت شهید رئیسی بود، کنسولگری ما رو زدن. در جنگ شروع شده بود قبل از آقای پزشکیان. نکتهش اینه که در دولت شهید رئیسی وقتی یک کنسولگری زدن، خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو، ایشون معتقد نبود تله تنش جواب نده، ایشون اومد پای کار، ما زدیم، جنگ فعلا دیگه اینجا متوقف شد، رئیس جمهور عوض شد، رئیس جمهور که عوض شد آمریکا اسرائیل به نظر من گفتن خب چه فرصت خوبی، همان نگاه غلط آمده سر کار. من اینجا شخصا تو پزشکیانا، من واقعا الان به شما میگم، من آقای پزشکیان رو دلسوزی میدونمش، ولی معتقدم که این کار نیست. ایشون رو جایگاه نشسته که اصلا صندلیش نیستش، برام کشور داره هزینه میده. قبول کرده اشکال من میپذیرم، من مثل آقایون نیستم که سال 88 گفتن تقلب شده، ما نظرمون تو انتخابات در نیاد کشور به هم نمیریزیم، میگیم اشکال نداره یا مردم رد میپذیریم، ولی اینکه ما با اون نظر همراه نباشیم. عرض بنده اینجاست، اون نگاه غلط تله تنش در دی 98 ترور حاج قاسم، در آذر 99 شهید فخریزاده، در مرداد 403 اسماعیل هنیه، هی باعث شد دشمن میگه بابا ما اینا رو الان بزنیم اینا قائل به انتقام پاسخگویی نیستن و این باعث شد دشمن جری بشه با ما بجنگه. حالا من اینو گفتم یه جمله بگم، احتمالاً وقتم تمامه، درسته؟ شما میخواید بحث با آقای شهریار جلو ببرید. بنده اون دفعه عرض کردم، الان پای حرفم نیستم، گفتم که ما تنگه هرمز رو نباید باز می‌کردیم، به ترامپ نباید در آستانه جام جهانی هدیه میدادیم با باز شدن تنگه هرمز و کاهش نفت $120 به $70 که این با خیال راحت بره جام جهانیشو برگزار کنه، بعد بیا سراغ ما. تنگه رو بعد تا نیمه تیر باز نگه می‌داشتیم حداقل. باب‌المندب هم که الان تازه بحث بسته شدنش مطرح شده، نفت به نزدیک $100 رسونده. اون موقع ما بعد این کار انجام میدادیم، فشار حد اکثری بشه برای دشمن، اینا نتونن توی فضای آرام و بی‌حاشیه جام جهانی برگزار بکنن. قیمت بنزین تو ایالت‌های مختلف آمریکا ابزار قدرت دست ما بود که با بستن تنگه‌های باب‌المندب و هرمز میتونست در واقع کنترلش در دست ما باشه. جنگ از سرگیری نمیشد. من معتقد بودم این فشارها در محاسبات دشمن برای اینکه دوباره سراغ ما بیاد تردیدهای جدی ایجاد میکرد. چرا؟ چون ما بی‌طرف فرض میکنم از اینجا موشک نداریم بزنیم به واشنگتن که، ولی اون میاد از پایگاه‌های اطراف منطقه به ما میزنه. ما ابزار مهممون اینجا اقتصاد سیاسی بود. ابزار مهممون این بود که من این نیمه تیرم به شما بگم خانم عبداللهی، تو مناظرم گفتم، ببخشید به من وحی نشده که من که نمیگم نیمه تیر، من رفتم دیدم بسیاری از تینک تانک ها و اندیشکده‌های غربی میگن نیمه تیر 13 تیر ما تاریخ دقیقش بود، بسیار از ذخایر مهم دنیا که از مسیر آبراه شاهراه تنگه هرمز تامین میشه دچار مشکل میشه، ذخایرش رو به اتمام میره. این باعث یه موج تورمی جدید از شرق تا اروپا میشه. اینو ما از دست نمیدادیم، از دست دادیم بی‌طرف با دست فرمان غلطی که این سند افتخاره. سند افتخاره. الان ببینید چه جنوب ایران کرده مثل جنوب لبنان داره میزنه با محاسبه غلط، با خطای محاسباتی. این که آقای شهریاری هم گفتن که $270 میلیارد ضرر جنگ رمضان بوده، اطلاع دقیقی که دارم عدد واقعی حتی 1/5 اینم نیستش. این خطای محاسباتی است. $270 میلیارد خطای هزینه جنگ بوده. ما اینو مفصل تو خسارت جنگ رمضان، تو فولاد، تو پتروشیم، تو خیلی جا رفتیم در آوردیم. اعضای کمیسیون صنایع جای مختلف، حالا شهریاری میگن از نمیدونم قوه قضاییه چه آماری دادن، قوه قضاییه یا باید تایید کنه. گفتم که اونها هم یک آقای ژی یک کانون که خسارات ارزیابی کنه. من که معتقدم اگر ما بخوایم از اونها غرامت بگیریم، اصلا نگیم $270 میلیارد، بگیم $900 میلیارد، چون میخوایم پول اونا بگیریم، هر چقدر بگیریم. از عراق گرفتی از اونها میگیری. اشکال نداره، شما دیپلمات کشور بودید، بعد بگید چرا نگرفتید. من باید بیام بگم من 2 سال اومدم تو سیستم پارلمان جمهوری اسلامی، شما 30 سال دیپلمات بودید، چرا نگرفتید؟ بگید 30 سال دولت دست شما جوابی ندارید که میخندید. 30 سال آقای شهریاری، ببین من 2 سال اومدم تو مجلس، خب نباید پاسخگوی باشم چون از عراق غرامت نگرفتم. شما 30 سال دیپلمات
آقای شهریاری این جواب مردم میگید بهتون میخندن. 30 ساله تو این کشور دولت دست دوستان شما بوده. شما تو این کشور سرکنسول بودید، تو آلمان استاندار بودید، تو دولت‌های روحانی. شما باید یه جوابی چرا وضع کشور عالی بود. هر جا بودم اصلا 100 از 100 بوده. فقط نمیدونم چرا وضع مملکت درست نمیشه. شما من تا این لحظه اعلام بکنم که 50 دقیقه از زمان برنامه گذشته و هر دو بزرگوار به مدت 25 دقیقه صحبت کردید به طور مساوی با تمام اون بحثایی که بین بحث اصلی شکل گرفت و پاسخ پرسش‌هایی که مطرح شد تا این لحظه. آقای شهریاری من از شما سوال دارم. نکته‌ای که آقای ثابتی مطرح کردن در مورد تنگه هرمز و تنگه باب المندب که مطرح کردن که باید بسته میشد تا 13 تیر، میخوام ببینم که اساساً این مسئله شدنی بود یا خیر و شما فکر میکنید که این راهکار باعث میشد که جنگ متوقف بشه و ما از سرگیری مذاکرات رو داشته باشیم به طور موفق؟ من یه پاسخی بدم به صحبت آقای ثابتی. را کنیم بحث پاسخ اسرائیل درسته شاید روز بعد از زدن هنیه جواب ندن، ولی یکی از زمینه‌های زدن بحث هنیه هم بود. مجموع اینا مجموع اتفاقاتی که افتاد مثل ترور هنیه ما را اونا چند تا زمان ایناشیم یه بار می‌زدیم. شما اگه می‌خواستید می‌زدی دیگه برادر من. بالاخره رئیس شورای امنیت ملی رفیق شماست. نه رئیس شورای امنیت ملی رفیق شماست. ببخشید چیز دارین عوامل مختلف. رئیس شورای امنیت ملی رفیق شماست. شورای امنیت ملی کیه؟ نمیدونم. شما نهاد مجلس بهتر از من آی پزشکیان که الان فعلا که در راه رهبری حرکت میکنه. علل اصول حرکت میکنه. علل اصول یعنی رهبری علل اصول نظر دیگه داره، ایشون هم تو مسیر میره. ببین اصل اسلامی که مشاور و امر شورا بینهم تو جنگ خندق نظر پیغمبر در رابطه با جنگ چی بود؟ بیرون مدینه بجنگن. فرماندهان چی گفتن؟ گفتن نه خندق بزنیم دور مدینه. یعنی اگه اینجا یعنی تحمیل کردن به پیغمبر نقطه نظرتشونو فرمانده. این چه حرفی میزنه آقای ثابتی؟ یعنی شما از ریشه غلطه. تاریخ اسلامی بحث کنیم با هم دیگه. تاریخ اسلامی بالاخره شما پیرو پیامبر رو ما رو پیرو پیغمبر بدیم، ما راضییم. ما قبلش گفتیم دینم نداریم، ما راضییم پیرو پیغمبر این حرفا رو میزنی به دین میشه. این مورد از این. اما در رابطه با جام جهانی نگاه کن. جام جهانی مورد توجه تمام دنیا بود. شما کوچکترین رفتاری به خرج میدادی که امنیت اونجا به خرج میداد، تمام دنیا رو علی خودت میکردی. الان مگه نیست؟ نه. دنیا علی ما نیست. نه دیگه، مردم علیه شما نیستن. تو این جنگ 40 روزه مردم به نفع شما خیلی جاها راهپیمایی کردن، خیلی جاها آمدن تو مجامع، تو کنفرانس ها به نفع شما سخنرانی کردن. همین که کنگره و سنا رو دیدین که 57 53 47 دوباره شد برعکس شد. این به خاطر همین عمل کرده ماست. اما در واقع تنگه هرمز ببینید، تنگه هرمز که قبل از جنگ باز بود. مگه دست ما بود کاملا ما ترددها رو کنترل میکردیم؟ نه. تو این توافق هم قرار شد تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ. بعد تنگه هرمز تو این توافق قرار شد ما باز کنیم تنگه رو. بله. شما دفاع میکنین از این نگاه؟ قرار شد مگر شما وقتی که تنگه هرمز بسته بود، محاصره اقتصادی هم بود، یک گوشک نفت صادر می‌کردید. خب اون نتیجه مذاکره بود دیگه. ما که بیشتر نه اجازه بدید. ما تا زمان جنگ محاصره نبود. حرفات متناقضه الان. من خیلی دقیق اگر تنگه رو ما باز نمی‌کردیم، اون محاصره برنامه داشت، نه کالای اساسی میآمد برای ما، نه نفتی صادر می‌کردیم. من جواب بدید دیگه. من صحبت محاصره کی شروع شد؟ زمانی که رفقاش رفتن مذاکره کردید. در جنگ محاصره شکل نگرفت. 4 روز بعد از آتش بس محاصره شروع شد. این هم نتیجه پاسخ شما رو میشنویم آقای شهریاری. این که شما میگید نتیجهش این نبود. تنگه هرمز این چیزایی که به غلط به خورد مردم دادین که 80 میلیارد دلار درآمد سالانه داره، در خوشبینانه ترین حالت که تنگه دست شما باشه، تردد کشتیار عوارض بگیری 5-6 میلیارد میشه که 100 میلیارد عوارض برای کشور، هزینه برای کشور درست میکنی. اصلا ارزش داره. بعدم راه تنگه آبراه بین المللی کنوانسیون‌های مربوطه داره. بالاخره هم عمانی‌ها اونجا نظر دارن، ما مایل 12 مایل دریای سرزمینی خارج از اون که نمیتونیم چیز کنیم که. اینم از این. توضیح میدم. و حالا دیگه ما حالا تنگه رو بستیم، بله در شرایط جنگ میبندیم. هر کاری شما میگید لازم باشه باید ببندیم. شما میگید در حالت بازش کنیم.
باید بازش کنیم. خب خوبه مردم به بدونن نفع شما کشور. نه بله. خوبه مردم شما فکر من از چیه؟ نظر خیلی من خوبه. البته خیلی از دوستان دیگه نظرات دیگه دارن، اونایی که هم فکر منم هستن. چون من معتقدم درآمد تنگه از 5 میلیارد تا 500 میلیارد میتونه بس به ارزه ما داره. این خوابای توهمات داره میگین که مردم با بندگان خدا فکر همین شماها بودید که قبلش هم میگفتید چطوری اصلا 500 سراغ میلیارد بستنش نباید بریم. چطوری 500 میلیارد درآمد داره؟ آقای شهریاری اجازه بدی 22 میلیون بشکه امروز از تنگه هرمز رد میشه. فقط نفت نیست. 5 میلیون بشکش داره میره جای دیگه. فقط نفت فقط نیست. عراق اونجا خیلی الان داره میره. اونجا خیلی زیادی هم رد میشه. عربستانی‌ها دارن مسیر عوض میکنن، اماراتی‌ها دارن مسیر عوض. نباید بذاریم. تو چیکاره نذاری؟ من چیکارم؟ اونجا تنگه هرمز ابزار استراتژیک منه. به تو چه ربطی داره نذاری؟ آقا من اجازه بدی. من به عنوان جمهوری اسلامی ایران اونجا سیطره دارم. الان جنگ بله. ولی جنگ تمام شد میخواد تو خاک خودش هر کار بکنه. من که نمیتونم جلوشو بگیرم که. چرا نمیتونی؟ اینقدر زور داری. خدا نکنه قدرت آمریکا دست شما بیفته. قدرت داشته باشیم. پدر دنیا رو در میاد بکنیم. بله رئالیسم هم بس. اگر اینطوریه پس ترامپ نوش جانش. چی نوش جانش؟ اینی که میگه قدرت داشته باشیم هر کاری بکنیم. به ترامپ من برای منافع ملی خودم برای منافع ملی خودش این کارو میکنه. اون در مسیر خود استعمار داره میکنه که من در دنیای زندگی میکنه که میگیم نمیدونم امام زمان بیاد. همین نگاه رمانتیک پدر کشور در روزای رمانتیک چیه؟ همین که قائلید به این که قائل به اینید که نگاه‌ها باید انسان دوستانه، بشر دوستانه در دنیایی که قانون جنگل حاکم اینا توهم. پس هم می‌خوای شیر جنگلی بشی ها؟ نه من نمی‌خوام جنگل بشم. من می‌خوام قدرت داشته باشم، از منافع خودم حمایت کنم. من اگه قدرتم داشته باشم این کارو نمی‌کنم. هیچ وقت این کارو نمی‌کنم. این غیر انسانی، غیر اخلاقی، برخلاف اصول اولیه شرع و دین اسلام. کشوری که خاکش رو ابزار آمریکا می‌کنه، من رهبر منو ترور بکنه. در زمان جنگ گفتم هر کاری لازم من بعد از جنگ هم باش کار دارم. بعد از جنگ شما بیخود می‌کنی کار. شما چه کاری مملکت کار کنی؟ حالا من نماینده مثل شما. من نماینده مثل شما. من مثل نظرمو میگم. 1% جمعیت این کشور نیستی شما. شما چند درصدید؟ ما 99%یم. جدی؟ اصلا اون 1% هم بخشیدم مال شما. اون 1% هم نیستیم. 1% منت میذارید سر ما. 1% آقای شهریاری. آقای شهریاری مجلس باید باز کنه رفراندوم برگزار کنیم با هم دیگه. شما مجلس رو تعطیل کنید دفاع می‌کنید از تعطیلیش. من دفاع نمی‌کنم. چرا؟ من موضوع بگیرید. تو جنگ 12 روزه 60 نفری که آمدن جلسه بود یکیش من بودم. بقیه‌تون نبودیم. نیومدن دیگه، خیلی از دوستاتون نیومدن. بندم بودم 60 نفر اومدن. حالا این چرا تو میگی درصد شما میگی مجلس شما تعطیل میگه، من اومدم تو تمام جلسات اومدم. شما مخالف تعطیل موضوعگیری کنید. همین الانم بیا با هم بریم جنوب لبنان اگه مردش هستی. جنوب هر جا خاصی با هم بریم. شما چیکار کنید؟ شما کار نمایشی میخواید بکنید. فکر نکنین ما از جنگ نه چیکار کنید؟ من بچه جنگم، جانبازم، خانواده شهیدم، قطع نفای دارم. شما شمرم جانباز بود. خب من که نمیخوام حالا تو این چیزا بحث بکنیم که البته بنسا شما برادر مسلمان دینی من هستید. من میخوام بگم که یه نکته دیگه دارم. الان باشه بریم کجا جانباز بود؟ جانباز جنگ صفری. من میخوام به شما بگم چون بحث تاریخ اسلام شد دارم جانباز نبود. تو اون جنگ بود شهید زنده بوده؟ نه شهید نبود، جانباز نه، ولی تو اون جنگ آقا طلحه و زبیر چی جانباز نبودن؟ زبیر مثل شما خوارج شدن. شما که مثل من خوارج. حالا خوارج اشکال نداره باش. کاملا الان خوارج شما تعریف شما باش اشکال نداره. ما برچسب بردیم اشکال نداره. از این برش آقا نقطه نظرات مردم ما بگیریم. من میخوام بگم مردم 90% میگن تنگ هرمز باید دست ما باشه. شما مخالفید. اصلا حرفا نمیزنن. مردم هر نظرسنجی رو برید ببینید مردم تنگ هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگی تنگ رو باز کنیم مفت بدیم. یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه. بله شما میگید در دوره جنگ ببینیم بعد بازش کنیم بدیم بره. شما گفتید بدیم بره. مال ننت بوده که بدی بره. مال عمت بوده که آقای شهریاری. آقای شهریاری ادب. مال کی بوده که بدی بره؟ آقای شهریاری مال کی بوده؟ ارث بابات بوده؟ مجلسید. این چه تربیتی؟ این چه ادبیاتیه؟ شما ادبیاتتون هر جور بگید هیچ اشکالی نداره. ما بگیم اشکال داره. من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم. این منطق شماست. ارث باباته؟ آقا اصلا من دارم از شما سوال میپرسم. شما ربطی نداره به من. ربط تنگ هرمز تابع سر قوانین المللی ولی در زمان جنگ دست ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم. من اولا توصیه اینه خونسریتون حفظ کنید. یک دو اجازه بدید. نه متشکرم نباشید. اجازه بفرمایید. دو احترام و رعایت کنید. چند بار شما حرفایی زدی شما توهین کردی منم توهین. حالا مخاطب توهین میتونه براش بکنه کی اینجا داره چاله میدانی سوال کنه کی منطقه سوال کنه. چاله میدانی شما شده سوال اشکال نداره. بحثی که ندادید بره. چیو نگرداشتید؟ هسته‌ایو ندادید بره. به شما بود موشکی هم میدادید بره. هسته رو اگر داده بودیم بره امروز 60% میتونستیم غنی‌سازی کنیم. ببخشید اونم قانون راهبردی مجلس بود. نه خیر اصلا قانون راهبردی مجلس هیچ نقشی نداشت. هنوز داره فوش میده به مجلس. قانون راهبردی مجلس هیچ نقشی نداشت. هیچ نقشی در این زمینه نداشت. مخاطب قضاوت حتی مشکلاتی هم درست کرد. مخاطب یه ذره سواد سیزداشش اینا رو قضاوت کنه. نکته آخر این که آقای شهریاری متاسفانه نکته‌ای که دقت نمی‌کنن میگن بله ما 5 میلیارد دلار مثلا
بودجه نظامیمونه، دشمن 1200 میلیارد دلار. بله اینی که ما میفهمیم، این که دو تا چهار تاست. ما هم نگفتیم بعد وایسیم تا آخرین لحظه فقط بجنگیم، توهم داشته باشیم آمریکا میخواد با موشک از اصلا ما کجا این حرف رو زدیم؟ یه حرف غلط میزنن تو دهن رقیب، بر اساس اون حرف غلط نتیجه گیری میکنن. حرف ما اینه، ما با همون 5 میلیارد دلار در برابر اون غول اقتصادی دنیا امروز بعضی از رکوردهای نظامی دنیا رو جابجا کردیم. من مستند میخوام صحبت کنم اتفاقا. در دنیای امروز در سال 2026 فقط یک کشور ولا غیر که توانسته یک جنگنده رادارگریز F-35 رو ساقط بکنه. فقط یک کشوره که در جنگ مثلا جنگی نبوده که. آقای شهریاری کجا جنگ بوده که ساقطش کنن؟ یک کشور چی حرف میزنه؟ شما تو کدوم دنیا زندگی میکنید؟ کجا جنگ بوده؟ جنگ چین و آمریکا بوده ساقط کنه؟ جنگ ژاپن بوده ساقط کنه؟ روسیه با آمریکا بوده ساقط کنه؟ اوکراین با روسیه جنگ داشت یا نداشت؟ اصلا F-35 اونجا به کار نمیبره. من دارم شما سوال میپرسم دیگه. داره ولی F-35 اونجا اوکراین. من یه خواهشی از بزرگوار دارم آقای ثابتی، یه لحظه نگه دارید، یه لحظه خاطرتون بمونه. نه تکمیل میشه. فقط این که با توجه به اینکه ممکنه بحث پیش نره و پاسخ درست دریافت نکنیم هر دو بزرگوار و حالا گلایه بشه، طبق زمان صحبت بفرمایید اگر ممکنه و زمان که تموم شد دوباره شما میتونید پاسخ بدید. آقای ثابتی ادامه صحبت شما رو. من یه نکته دیگه میخوام خدمت شما عرض بکنم، اونم این که اوکراین یعنی ناتو یعنی آمریکا جنگ کرد با روسیه، چند سال داره جنگ میکنه. بسیار از کشورهای دیگه با هم جنگیدن. حالا تاریخ جنگ‌ها رو ظاهرا آقای شهریاری باید برن یه بار سرچ کنن ببینن کدوم کشورها با کدوم کشورها بودن. تنها کشوری که F-35 زده ما بودیم. تنها کشوری که ناو 13 میلیارد دلاری جرالد فورد رو زده ما بودیم که حالا خودشون میگن آتش گرفت وسط راه، رخشورخونه‌اش اشکال پیدا کرد. من میخوام بگم خود تحقیر نباشیم. همین ببینید ما در این جنگ با 5 میلیارد دلار کاری کردیم که اولین ابرقدرت دنیا برمیگرده میگه که من نتونستم از راه نظامی تنگه هرمز باز کنم. امید بسته به این تفکر غلط در میز مذاکره که بریم از سر میز مذاکره تنگه باز کنیم و متأسفانه تا الان موفق شده. اینجاست که شما میدانی که بردید و دارید از دست میدید. اینجاست که شما دارید میبازید. وگرنه مگه ما سر چی داریم ما هم بحث می‌کنیم؟ ما سر منافع ملی با هم دیگه صحبت می‌کنیم. و نکته آخر، آقای شهریاری و دوستانشون یه روشی دارن، اونم این که آقا بدبختیم، قحطی شده، نداریم، نمیتونی. بودجه عمرانی چقدر بوده؟ من شما بهتر می‌دونم بودجه عمرانی چقدر بوده. من بهتر شما میدونم وضعیت مردم چطوریه. مسئله اساسی اینه که شما اولا آمده بودید با این تفکر مشکلات رو حل بکنید. نه تنها نکردید، چند تا جنگ هم باعث شد به کشور تحمیل بشه. 1 2 شما که میگید زودتر می‌جنگیدیم. آقای شهریاری ما میگیم وقتی که جنگ تحمیل شد پیچشو شل نکنید، طوری وایسید که دشمن طرفی بعد جرئت نکنه بیاد با ما بجنگه. نکته دوم، بودجه عمرانی کمه، مشکل داریم، بله، جلوی ریخت و پاشا باید گرفته بشه. الان این سوپر تریلیاردرهایی که بعدش دور رئیس جمهور میچرخن از این ور پول، نه کجا پولا رو آوردن؟ با برید با اینا کشور رو بچرخونید دیگه. الان سوال بنده اینه، این همه بانک خصوصی متخلف داریم یا نداریم؟ بانک مرکزی طبق قانون مجلس دستش بازه، هر وقت اراده کرد اونها رو مثل بانک آینده منحل بکنه. نه اینکه ما کمپین را بندازیم تو مجلس پدر خودمون در این بعد 1 سال یکیشو ببندن تو تعارف. و الان هم از قوه قضاییه سوال دارم چرا علی انصاری باهاش برخورد نمی‌کنید؟ اگر نتیجه عمل کرد او بانک ناتراز آینده بوده، شما نبستم. اگر که اصلا حالا اینو دیگه خود مسئول دولتی که رفیق شما ببینید به خاطر چی بستنش. یکی از آقایون اقتصادی همین دولت به بنده گفت و اگر صحبت‌های شما 10 15 تا تو مجلس در تو بانک آینده نبود، اون اراده در خلاصه اونجایی که باید شک نمیره که بانک آینده رو منحل بکنن. این حرفی که یکی از آقایون دولتی به خود بنده گفته. الان هم حرف من اینه، با آقای همتی دوست شما که مخالف استیضاحش هم بودید و شما اونو مدیر موفقی می‌دونید، الان رئیس بانک مرکزی قیمت دلار به 200,000 تومان میرسه، بگید آقای همتی با بانک‌های خصوصی متخلف برخورد کن، مانع افزایش نقدینگی بشو، این پول‌هایی که اینها دارن هدر میدن رو بعدا بیار تو بودجه عمرانی کشور. اتفاقا راه زیاد داریم. مشکل اینه که مسئولین ما خیلی حاضر نیستن از جیب خودشون بزنن به مردم بدن، از مردم میزنن برای جیب خودشون. یه مثال بزنم، در دولت دوستان آقای شهریاری، همین دولت آقای پزشکیان، جزء اولین مصوبات غلط هیئت دولت آقای عارف امضا کرد این بود که ما نمیگید ارز نداریم دلار نداریم، امضا کردن آقایون که از این به بعد هر مسئولی سفر خارج رفت حق ماموریتش دوباره به دلار و یورو باشه. این در دولت‌های رئیسی شده بود به تومن که من میگم اونجا اصلا حذف میشد. اصلا معنی نداره آقا مسئول داره حقوقشو میگیره پشت بره ماموریت سفر خارجی دلار و یورو برای چی دیگه باید بگیره؟ برای چی وقتی ندارید میگید آقا مسئول دوباره به دلار و یورو بگیره بعد حذف ارز ترجیحی رقم بخوره، اون کودتای
18 19 دقیقه رقم بخوره اونطوری کشته بدیم، بعدش آخرش این بشه ابزار جنگ. من معتقدم خطاهای محاسباتی متعدد مسئولین ما در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت باعث شده ما الان درگیر یه وضعی بشیم که جنوب کشورمون شده مثل جنوب لبنان، یه روز جنگه یه روز جنگ نیستش. بعدم آقایون با مزه بازی در میارن، حالا پوشو بریم جنوب، باش من میام جنوب ایران هستن، اگه مشکل رو حل میکنه من میام، من میخوام پلیس بازی در بیام، من میخوام کار نمایشی بکنم. حالا من اومدم تو جنگ پهپاد و موشک، من میخوام چیکار کنم اونجا؟ من تو جنگ 40 روزه تو تهران نبودم، 34 شبشو تهران بودم، بالا سرم پهپاد و موشک بود، داشتم صحبت میکردم واسه مردم، کاری که دستم برمیاد انجام میدادم. متشکرم از شما. آقایون دیگه کجا بودن؟ ممنونم. آقای شهریاری بفرمایید. جوش نزن، با زودی تهران میشه جنوب کشور. با دستم شما که خدا نکرده نه با این کارشکنی‌های شما. ببینید بحث F35 که مطرح کردین، بله یکی از افتخارات ما بود که با سامانه مجید که یک سامانه داخلیه زدیمش. من که نگفتم که خدا نکرده ما نیروهای نظامی ما کمی آوردن یا پاسخ قانع کننده ندادن. باید افتخار کرد با همه کمبودها و مشکلاتی که داریم پاسخی دادیم که اونا مجبور شدن بیان پای میز مذاکره. این باعث افتخاره. شما اینا نمیبینید، یه چیز دیگر رو دارین مطرح میکنین. اما بحث این که میگین دولت دستش ماست، رفیقای شما همه تو دولتن. بیا تو هر وزارتخانه بگم یکی از دوستای شما چند تا نیرو کاشته تو وزارتخانه، چند تا معاون وزیر رو برم که افکارش مثل شما همه رو عوضش کنید. به من چی؟ خود تفکر آقای پزشکیانی نیست که عوض کنه. من بهش انتقاد دارم. من بهش دولت و پدر کشور در آورده. شما همتون رو باید از دولت مینداختم یا همه رو دارن پوست میدن. همین امروز فردا دارن یکی رو ابلاغ میزنن که دوستی این است. کی؟ بگو من که اسم الان بگم که چون ایشون اجازه دادن که کامل شما صحبت کنید. یعنی هر وزارتخانه نیرو کاشتن. من اسم میبرم الان براتون. تو وزارت امور کیا هستن؟ تو وزارت خارجه کیا هستن؟ تو وزارت اقتصاد کیا هستن؟ اصلا وزارت اقتصاد دست آقای پزشکیان نیست. اینا آقای همتی رو آقای همتی که توانا بود برداشتن. بالاخره یکی دیگه آوردن. آقای چیزم آدم بسیار متدین با سواد، ولی خب کار اجرایی نکرده. دست فرمانش جای دیگه است. دوستانه ادعا من که رأی ندادم با مدنی زاده. خب به هر حال دوستای میگه دوستای من تو دولت شماست دیگه. دولت ما اسمش دولت، اسمش دولت ماست. بله من این کارو کردم. افتخارم میکنم کسی دیگه رئیس جمهور نشه پدر این کشور دلار اونم عمل کرده شو همین دیگه. وقت ما شما میگی هم جنگ بشه. اجازه بدید که من صحبت کردم. اجازه دادن شما میگی هم جنگ بشه هم دلار بیاد پایین. بحث مذاکره شد همین روزا 30,000 تومان دلار اومد پایین. نشه دیگه 30,000 تومان اومد پایین. من جنگ شده. نگاه کن اجازه آقای ثابتی من شما خواهش کردم. نکن آقای چیز. بفهم. بحث اقتصادی فساد هم شما دنبال بحث‌های گزینشین، هر کس مخالف شماست اسمش رو میگیرید، هر کس با شماست اصلا هم براش لابی هم میکنین. دروغ این حرف. من برای کی لابی کردم؟ همین جریان شما رو میگم. شخص منو بگو. چرا شما اسم آقای جهانگیری و اسم آقای بابک زنجانی رو گرفتی، اسم آقای محصولی رو نگرفتی؟ آقای محصولی مشکل چیه شما به من؟ محصولی به اول انقلاب زندگی شد. من همین الان چند هزار میلیارد تومان پول داره. برای همین الان از قوه قضاییه میخوام آقای محصولی رو بررسی کنه، هر مشکلی رو باش برخورد. قوه قضاییه اگه میکرد تا حالا کرده بود. یعنی چه قوه قضاییه بهش اعتماد نداری شما؟ نه واسه اعتماد نیست. نکردن. ترک فعل من از قوه قضاییه میخوام آقای محصولی و هر کسی که شما بگید رو باش افراد رو میارید. ما مجبوریم که بعد بابک زنجانی که شما تا دیروز میگفتید که بابک زنجانی من با شما هاست، چطور از من رفته شکایت کرد؟ چطور من جلوش ایستادم شما میگم چطور بابک زنجانی من رفته شکایت کرده، من جلوش ایستادم شما چرا ساکت شدید؟ شما اسم گرفتی اونا ابزاری بود، اونا چیز بود، بعد کار دیگه می‌کردید. اسم اشخاص رو خواهش می‌کنم نه توی برنامه چون حق دفاع براشون نکردید، فقط اسم بردی. اجازه بدید شما فقط ارتباط اجازه بدید من به صحبت شما فقط ارتباط های پزشکیان با اون ابر سرمایه‌دارایی که امروز کنارش هستن و بعضیاشون همت پول خرج کردن تا شما شدهشون رو برای من هیچ کس من تو ستاد پزشکیان بودم، همتی در کار، تمام استانا خودشون هزینه کردن. 1 ریال به استان خراسان شمالی که من بودم ندادن. من خودم هزینه کردم، از چند تا از دوستا گرفتم. این حرفا از کجا؟ علت جلسات همین حرف شما جهانگیری چی بود؟ همین حرف شما
توهین تهمت. اگه قوه قضاییه دادستان باشه، من شاید مدعی علوم باشه، بعد از شما شکایت کنه. علت جلسات مکرر آقای پزشکیان با شما آقای تمام مهدی جهانگیری چی بوده؟ اینو به من بگو. معاون اجرایی رئیس جمهور وقت تمام دهیاره کشور رو دعوت کرد اینجا نهار داد، میتینگ تبلیغاتی برای آقای رئیسی گذاشت. بعد میگه آقای جهانگیری به عنوان مفسد اقتصادی رئیس بانک گردشگری چرا چند تا جلسه با پزشکی نشه؟ اینو به من بگو. اجازه میدین آقای شهریاری، آقای ثابتی، سندشو پیمانکار قرارداد خاطربندی آقا سندشو منتشر کن. لطفاً اجازه بدین از سندشو منتشر کن. اون اگر این بود بنده علیه اونم صحبت خواهم کرد. آقای ثابتی، موضوع مناظره ما چیز دیگری است، چون اسم افراد رو هم میارید. بحث فساد هم هست. حق بسیار خوب، فساد اصلا یه بحث گسترده است که توی برنامه بعدی میتونیم مفصل بهش بپردازیم، اما چون اسم افراد رو میارید حق دفاع برای این افراد محفوظ میشود. من میلیاردرم تو این کشور، مثلا من نوعی. حالا آقای پزشکیان دیده این بالاخره یک ظرفیتی داره، این باید پولش بره خارج. میخواد ظرفیت چه اشکالی داره؟ سرمایه‌گذار سالم اشکال نداره. اگر فاسده قوه قضاییه بره برخورد کنه. قوه قضاییه اعلام به پزشکیان ربطی نداره. جهانگیری قاچاقچی برمیگردیم به بحث خودمون. آقای شهریاری برمیگردیم به بحث خودمون. کی گفت باش برخورد نکرد؟ من خواهش می‌کنم از بزرگوار این رو رعایت کنن که موضوع بحث ما چیز دیگری است. بحث ما مجبور میشیم مناظره تموم کنیم آقای شهریاری اگر این بحث ادامه پیدا کنه. من عذرخواهی می‌کنم. وارد حاشیه میشه دیگه. من بحث وارد حاشیه شده. اگر اجازه بدین من به عنوان مجری برنامه خواهش می‌کنم اگر مطرح می‌کنن موضوع رو که بحث رو تمام کنیم، خواهش میکنم که رعایت بکنید که انشالله مردم بتونن از موضوع مناظره به طور بهتری استفاده بکنن و خروجی داشته باشه. ما اینجا جمع شدیم در کنار هم و مناظره همون رو برگزار میکنیم که دو طرف موضوع بیان و صحبت بکنن تا بتونیم نتیجه گیری خوبی داشته باشیم به نفع مردم و منافع ملی. اما در مورد بحثی که حالا داشتیم پیش میرفتیم، آقای شهریاری اشاره کردن که تنگه قبل از جنگ هم باز بود و نکته دیگه این که ما یک بشکه هم در زمانی که تنگه حالا بسته شده بود ما آقای ثابتی نتونستیم بفروشیم. اگر در این خصوص و صحبت‌های در این رابطه دارید نکته‌ای که پاسخ بفرمایید ما میشنویم. من بازم متوجه سوال شما نشدم. یک نکته این بود که خب قبل از جنگ هم تنگه باز بود. بله. درسته. و دستفرمان غلط ما در بعد از ماجرای آتش بس و حین مذاکره باعث محاصره تنگه شد. این ایرادی که داشتن یک ایرادی که داشتن این که ما یک بشکه نفت هم در زمانی که حالا تنگه بسته شده و محاصره بودیم فروخته نشد. این رو در اقتصاد هم مؤثر میدونن و میگن که ما باید یک مذاکره می‌کردیم تا بتونیم گشایش اقتصادی داشته باشیم. این رو ما با مسئول وزارت نفت اون موقع با کمیسیون اصلا رفتیم جلسه گذاشتیم مفصل صحبت کردیم. اونها هم حرفشون این بود که ما تاب‌وآوریمون حالا هست. یعنی من این سوالو عیناً از آقای پاک‌نژاد توی جلسه پرسیدم، گفتم شما بر فرض اینکه اصلا محاصره حالا باشه مثلا 2 ماه دیگه 4 ماه دیگه تا کی میتونیم تحمل بکنید؟ ایشون بالاخره ما راههای جایگزینی داریم، الان داریم یه کارایی میکنیم. بله شرایط سختیه ولی اینطور نیستش که بن‌بست باشه. این نکته دوم اینه که ما وقتی میخوایم ببینیم که چرا محاصره شد باید به این سوال جواب بدیم که تا روز 20 فروردین که ما داشتیم میجنگیدیم محاصره نبود. از 24 فروردین که ما رفتیم اسلام آباد ضعف از خودمون نشون دادیم محاصره دشمن شروع کرد. تو اینجا رو آقایونی بعد بیان جواب بدن که میگفتن میخوایم بریم با مذاکره مشکل رو حل کنیم. یه مشکل جدید اضافه کردن، این که رهبر شهید انقلاب میفرمود که مذاکره با آمریکا مشکل رو حل نمیکنه، مشکلات جدید رو هم اضافه میکنه. یکیش همین ماجرا محاصره بودش. چرا در جنگ دشمن جرئت نکرد ولی در محاصره تونست؟ چون احساس کرد در زمان آتش بس محاصره اگه انجام بده ایران پاسخ لازم رو نمیده، اون اراده توش وجود نداره، مثل یک آب نبات به ما تعارف کرده ما رو میتونه فریب بده، بعد همین رو بکنه ابزار فشار بعدیش. اینجا بنده تو معتقدم که اون دستورات غلط در مذاکره باعث شد که محاصره انجام بشه. و این اگه جنگ مثلا 20 روز برجام ادامه پیدا می‌کرد، بله هزینه داشت، اون میزد ما میزدیم ولی اون نمیتونست محاصره بکنه. ولی برگ برنده محاصره در زمان آتش بس گذاشت. الان به شما عرض بکنم که اگر که این شلکم سفکن مذاکره و به اصطلاح صلح و توافق نبود و خوشخیالی بعضی از مسئولین ما با محاسبات رمانتیک و غیر واقعی نبود، ما یه جای پاسخ‌های محکم‌تری میدادیم، طوری که این خودش بازدارندگی ایجاد می‌کرد. اما الان متأسفانه این دستفرمون وحدت ما در برابر دشمن رو دچار خدشه کرده. تو ما قائل به وحدتیم، اما وحدتی که واقعی شکل گرفته علیه امریکا، علیه دشمن. امروز دیگه فقط ما نیستیم که میگیم ما آمریکا باید بجنگیم. هر آدم ایرانی وطن دوست میگه ما باید جبهه امریکا بایستیم. هر آدم با شرف میگه باید بجنگیم. خیلی از مردم من این روزا میبینم مثلا شاید تیپوزاشون خیلی موافق بکنه، من دیدن طرف میگه آقا یه شماره چیزی بدید اگر واقعا به لحاظ نظامی ما لازمه کمک بکنیم ما جیبمون هم بذاریم، نه اینکه تازه
یه عده بیان اینو برعکس جلوه بدن، بگن این باعث فشار به مردم میشه، باعث این اتفاق میشه، باعث اون اتفاق میشه. اون چیزی که باعث فشار به مردم شده بی‌لیاقتی بعضی از مسئولین ما در اداره کشور بود. این پاسخ من بشه. متشکرم از شما آقای شهریاری. زمان شما از همین لحظه آغاز میشه. ضمن اینکه آقای ثابتی اشاره کردن که اگر نه هنوز فرصت داریم، اگر مذاکره و احیانا خوشخیالی برخی مسئولان نبود، ما پاسخ بهتر و کوبنده‌تری میتونستیم بدیم. ببینید این که در اداره کشور مشکلات زیادی داریم و مسئولینی داریم که بالاخره در این جایگاه قرار نباید بگیریم، که شکی تو همه دولت‌ها هم بوده، از اول انقلاب هم بوده. حالا همه این چیزا رو بیاری بگه که تقصیر اینه، که این که خب واقعا درست نیست. موضوع بعدی، بعد از اینکه اون بحث توافق اسلام آباد عملی شد، محاصره رو برداشتن. درسته؟ محاصره رو برداشتن و ما در اون مقطع 19 میلیون بشکه نفت صادر کردیم و درآمدی هم اگر داشتیم تو اون مقطع بود از نفت، که حالا اونم باز موضوعات خاص خودش داره. این بحثی هم که آقای ثابتی گفتن وزیر نفت، ما با کمیسیون امنیت ملی با وزیر نفت جلسه داشتیم. عبور کنیم آقای دکتر. نمیشه خیلی از بحثا رو مطرح کرد. پس وزیر نفت اصلا در پس به شما یه چیز به ما چیز دیگه در گفته. مقطعی اصلا تولید نفت متوقف شد، تمام مخازن ما پر شد، 4 رو بستیم. اینا رو یعنی شما اطلاع نداری؟ آقای عراقچی کم گرا داده، شما هم تکمیلش کنید. کار آقای موگوی عراقچی رو تکمیل کنید. بگید آقای وزیر نفت پاک نژاد تو کمیسیون امنیت ملی این بحثا مطرح. باشه، شما چرا دارید رفیق آقای مالک شریعتی هم بود. اگر درسته چرا دارید دوربین میگید شما؟ چی؟ شما چرا دارید دوربین اینا رو میگید؟ خب برای که شما مطرح می‌کنید مجبورم جواب بدم. یعنی شما لازم باشه امنیت کشور به فنا میدید دیگه، بلکه پاسخ رقیب شما سوال شما چیزی که مطرح کردی امنیت ملی شما بگید کلام بگید جواب داره، من نمیتونم، اشکال نداره، مخاطبش قضاوت حالا می‌کنه. اینجا رو حذف می‌کنه. ضمن اینکه من به شما عرض کردم آقای پاک نژاد جوابش به ما این نبودش. جوابش به ما کاملا امید. پس اینجا یا شما روایتتون غلطه یا پاک نژاد دو تا حرف زدید. سوال کن ازش. از آقای شریعتی که تو جلسه بود سوال کن. یک سوالی که مطرح کردم این بود که آقای ثابتی اشاره کردن که اگر مذاکره و عنوان خوشخیالی رو برای مسئولان استفاده کردن که اگر نبود در جریان مذاکره اساساً جنگ رو ما کوبنده‌تر و بهتر پاسخ ما اصلا دنبال مذاکره مسئولین ما نبودن از اولش. موضوعی که داره به دروغ مطرح میشه اینه، مذاکره رو اون طرف مطرح کرد. از 19 اسفند پیام‌های زیادی از طرف 4 تا کشوری گفتم بحث مذاکره رو مطرح کردن. خب اونا مذاکره مطرح نمی‌کردن، ما گفتیم می‌جنگیم. این که درست نیست. این اصلا اصلش درست. مذاکره رو سمت طرف مقابل درخواست کرد به خاطر حالا همون پیروزی که ما در جنگ داشتیم. شما هم از آن می‌کنید. اگه مخالف بودن نمی‌پذیرفتن چه اشکالی داشت؟ چرا نپذیرن؟ نپذیرن که اینا دوست داشتن دیگه. اینا می‌خواستن. نپذیرن یعنی می‌جنگیدن تا کجا؟ بعد نتیجهش چی میشد؟ الان من یه سوال دارم آقا. توضیح دادم، می‌خوام توضیح بدم دوباره. یه سوال دارم بعد توضیح بدم. باش بفهم. همین الان ما شروع کنیم به ادامه جنگ همه جانبه با همه جانبه. خب. یعنی زیر ساختای ما رو بزنه، ما هم هر کاری میتونیم بکنیم. ما همه به جانبه جنگ زیر ساخت دیگه. زیر ساختای کی رو میزنیم؟ کویت و بحرین رو میزنیم که به نفع آمریکایی است، باز میان اونجا سرمایه‌گذاری میکنن. شما بگید اینه. بعد یه چیز دیگه میگین که تورم، هر چی قیمت نفت بالا بره به نفع دولت‌های اروپایی و آمریکاست، چون مالیاتشون افزایش پیدا میکنه. از درآمدهای دولت از محل افزایش مالیات افزایش پیدا میکنه. 1 یورو بنزین بشه 2 یورو، هیچ اتفاقی تو آلمان، تو فرانسه، تو انگلیس نمیفته. فکر نکن که روی این محاسبات حساب کنی که پدر دولتشون رو در میارن در جنگ حساب اتفاق خاصی میفته. هیچ ربطی اینا به هم نداره. اصلا شما باید مکرون بگید که زنجبه پزشکی میگفتش که این کار باعث افزایش قیمت سوخت شده بدونه، چون رئیس جمهور فرانسه ولی شما ظاهرا نه من اونجا بودم میدونم، خب تو ایتالیا بودم میدونم، تو انگلیس آلمان بودم میدونم 45 تا 50 سنت از هر لیتر بنزین مالیات میگیرن. بعد فشار به مردمش نمیاد. بیاد. باعث نارضایتی نمیشه. نارضایتی مثل شما نیست که. باشه. اون تبدیل به مسئله میشه یا نمیشه؟ نارضایتی چی میشه؟ حزب مقابلش سوء استفاده میکنه از این اون دور بعد رای سیستم و نظام که عوض نمیشه که. جریان حاکمش هزینه میده دیگه، ولی هزینه سیاسی. ولی این جنگی که شما بخواید همین جانبه بکنی، 2 تا زیرساخت دیگه ارتباط بزنید، نصف ایران برق نداره. من تو روستای مرز من تو جرگلان 2 ساعت برق روستا قطع شده بود، پدر منو در آورد. من میگم جنگ همه جانبه باید بکنیم. اتفاقا من چون سوال خوبیه، خب بذار من منطقی پاسخ بدم. خودتون برید اون تفکری که ما قبلا توضیح دادیم اینو. ما گفتیم که آقا مردم تحمل این که نمیدونن برق کامل قطع بشه، آب قطع بشه. من خودم مردمم. باشه دیگه.
باشه شما که نماینده مردم نیستی، من نماینده شما مردم. مردمی؟ آره. با همون سازوکار اومدیم تو مجلس که شما اومدید. نه خیر. دقیقاً با همون شما با رانت اومدی مجلس. با چه رانتی؟ با فساد اومدی مجلس. با مجلس. چه فسادی؟ شما چطوری تو لیست نخبه‌های 30 نفره تهران قرار میگیری؟ با چه رانتی؟ من به هیچ کس نمیگم من تو لیستش بذاره، ولی شما تهمت میزنید. تو این تهرانی که حداقل 200 نفر شما با ادبیات چالمیگیری دانشمند 1% جان اسلام دارین تو همین تهران، شما با چه سابقه‌ای، با چه تجربه آمدی نماینده مجلس؟ رانت همون شریان و مریان و این پایداری و این چیزا شما آوردن تو لیست، بعد مردم هم شرکت نکردن در انتخابات، شما شده نماینده. متاسفانه نه اخلاق شما نماینده مردم نیستی. همون درصدی که ما رأی بدیم آقای پزشکیان از تبریز رأی آورد، این عدد رقمش هم ببینن. یک، ایشون تهمت میزنه میگه شما با راه اون درصد آقای پزشکیان رأی آورد، ولی اگه درصد میره بالا رأی پزشکیان 3 برابر بقیه میشه. شاید رأی ما بیشتر میشه. شاید رأی ما بیشتر میشه. کی گفته؟ شاید نداره که شما در انتخابات متعدد تو تهران شما متاسفانه اون بنده خدا گفت تکرار میکنم 30 نفر رأی آورد. دور قبلش 10 بار تکرار کرد، آدماش 30000 تا رأی آوردن. بعدش به خاطر اینکه عملکردشون اصلا نگفت دور قبل. دور بعدش اومد حمایت کرد، لیست بعد از اینکه شما مردم رو ناامید کردین، مردم در انتخابات مشارکت نکردن، با اون 4 درصد شده نماینده، با رانتی که آوردن شما چیز 30 نفر کردن. این فساد کامله، یعنی نمایندگی شما خودش فساده. به هیچ کسی نگفتم من تو لیست بذاره، هر کسی هم گذاشت. بله میشه، بله میشه. آقا جلیلی شما کنشگری من با شما فرق داره، چون شما آدمی هستین که تهمت میزنید، اخلاق ندارید، راحت دروغ میگید، متاسفانه ادبیات چاله میدانی دارید و بنده به هیچ کس همه قضاوت میکنم، اخلاقم شوره و متاسفانه شما مردم میشناسن، سندی هم ندارید. شما باید صحبت بکنید، شما باید اثبات بکنید رانت و فساد من چجوری، ولی من شما شکایت میکنم بعد جواب بدید. بله شما جواب بدید. چطوری شده 30 نفر شدی؟ چطور جزء 30 نفر شدم؟ ببخشید بنده اصلا شما میدونید انتخابات تهران چه مدلی گذاشتن؟ شما اومدی بالا آقای شهریاری چه شایستگی خب میذاری من توضیح اصلا میخوای بشنوی؟ من میدونم. نه من میدونم چون شما 40 سال تو پروسه انتخاباتی هستم، چون گوشتو گرفتی فکر میکنی فسادی که رفقات دارن بقیه همونطوری رفتار میکنن. بنده نه به تهران بنده نه به کسی گفتم 30 نفر بودن، بنده نگفتم بعضی رو حذف کردن، امتیاز دادن به این میشه رانت دیگه. رانت دروغه، اینا مزخرفات واقعا. بنده نه به کسی گفتم من تو لیست بذارید. خودشون وقتی دیدن که اتفاقا ما اقبال داریم توی یه بخشی از جامعه، گذاشتن لیست خودشون رو بیارن بالا. بله براتون عجیبه، چون من با کدوم سابقه شدی استاندار آذربایجان غربی؟ شما یه دیپلمات بودی، چطور شدی استاندار؟ من 30 سال بچه شمال شرقی، چطوری رفتی شمال غرب شدی استاندار؟ به خاطر چی؟ اگه بحث شخصی باشه خیلی حرف دارم بگم اتفاقا. نه نمیخوام شمال غرب مثل شمال شرق اتفاقا میخوام بگم که شما باید بگید چطور وزارت خارجه شده استاندار. این خیلی عجیبه. خیلی شدن. نه خیلی شدن. خیلی وزیر شدن بدون رانت. بله بدون رانت هم کی بود؟ نه شما بگو. من رانتم کی؟ آقا سوال منه، شما رفتی وزارت خارجه دیپلمات بود، چطور شدی استاندار؟ اصلا چه ربطی دارین به هم دیگه؟ کسی که درس روابط بین الملل خونه چطور میشه استاندار؟ بالاخره نمایندگان شهرستان منو معرفی کردن وزیر کشور. بالاخره سهمیه سیاسی مصاحبه دادم اجازه بدید. مثل شما وگرنه بنده نه به لیستی تعهد دادم، نه از لیستی خواستم منو بذاره، اونها گذاشتن. تعهد ندادین؟ به هیچ لیستی شما امضا کردین. آقای ثابتی والله داری دروغ میگی، آدم کذابی هستی. اگر سند داری منتشر کن، اگر کذاب نیستی سندشو منتشر کن. آقای شهریاری اگر کذاب نیستی سند، اگر منتشر کردی من کذابم، اگر نکردی کذابی، اگر نکردی هر کسی غلط کرده با اون کسی اون حرفو تکرار آقای ثابتی هر کسی گفته دروغ گفته با اون کسی این حرفو تکرار میکنه. این حرف دروغه، اون حرف دروغه، اون حرف دروغه. شما سند داری منتشر کن و نه کذاب. این روشن به نظرم دیگه مشکلی نداره. آقای شهریاری خیلی ممنونم. بله میشدم، بله میشدم ثابتی باید زمان خدافظی رسیده، زمان خدافظی رسیده، مشکل خودشونه. ممنونم. من خواهشی که دارم اینه که ضمن رعایت اخلاق 3 دقیقه پایانی هر بزرگوار هست. این مناظره رم بدون سانسور، حتی اونجایی که ایشون توهین کرد و فحش داد منتشر میکنید، مردم بدونن چه افرادی رو در قامت یک دیپلمات میفرستن. مردم خوششون میاد، معلوم میشه، مردم معلوم میشه. باشه احتمالاً کسی که مثل شما بی‌تربیت خوششون، چون شما آدمای نزاکت دلیل، آره احتمالاً آدمایی که خوششون میاد. بله مردم باید یک کسی باشه که جواب شما رو بده. زمان برنامه به پایان رسیده. آقای شهریاری
عزیز زمان برنامه به پایان رسیده. من یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم با توجه به اینکه آقای ثابتی اشاره کردن که اون کامل برنامه پخش بشه. ما بیش از 2 سال هست که مناظره برگزار می‌کنیم و همیشه تماما بدون ایشون بعداً فشار نمیاره که پشت داده کنسل بشه. همه باید بدونن. بدون سانسور برنامه پخش شده. ممنون از شما آقای ثابتی. شعور شما نشون خیلی ممنونم. متشکرم از شما. زمان پایانی برنامه هست. اگر شما حق دارید آقای ثابتی شما حتما حق دارید. زمان پایانی برنامه هست. اگر بنا هست که اینجوری پاسخ داده بشه ما نمیتونیم جنبندی برنامه رو داشته باشیم. به نظر من همه بحثا گفته شده، ادبیات آدما، سطح صحبتشون، ادبیات رفتاریشون، خلاصه ادبشون و محتوا بحث مخاطب خوش قضاوت میکنه. ما دوست داشتیم که یک جنبندی پایانی هم توسط دو بزرگوار برای موضوع مرتبط با مناظره داشته باشیم، اما با توجه به اینکه خب یک مقداری از بحث فاصله گرفتیم، ترجیح بر این هست که خب حق مطلب برای موضوع مناظره در واقع ادا شده و ان شاءالله که بینندگان عزیز بتونن استفاده مطلوبی رو از این مناظره ها دریافت بکنن، با توجه به اینکه هدف برنامه، هدف برگزاری این مناظره ها صرفاً برای این هست که دو طرف در واقع اون موضوع و دو تفکری که به صورت متفاوت در مقابل هم قرار میگیرند گفتگوی عادلانه‌ای رو داشته باشند بدون پرده و به طور صریح تا بتونید شما استفاده مطلوبی رو داشته باشین و بتونید نتیجه گیری و قضاوت درستی رو در میانه موضوع داشته باشین که بدانیم که اصل ماجرا چه هست و چه خواهد شد. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. از دو بزرگوار هم تشکر میکنم بابت مناظره بسیار خوبی که شکل گرفت. ان شاءالله در برنامه‌های بعدی، قسمت‌های بعدی بتونیم ادامه مناظره و بحث رو داشته باشیم. متشکرم از شما. شب خوش و خدا نگهدار.